قراره در مورد برنامه‌ریزی جامع و پایدار تبلیغات دیجیتال تو سال جدید حرف بزنیم 1402. به عمد هم عکس سوشال رو تو صفحه اول گذاشتم چون خیلی همون داغ دیده ایم سر این قضیه که فیلتر شده. اما خب امروز قراره که یاد بگیریم چطور روش‌های جایگزین داشته باشیم، اصلا دیجیتال چه روش‌هایی توش هست. و من همینجا اول کار قول میدم که اگر دقیق پای این وبینار باشید، سوالاتتون رو بنویسید، دقت بکنید، روی اسلاید ها تمرکز بکنید چون اسلاید ها خیلی دقیق چیده شده و برای این 2 ساعت حدود 10 ساعت زمان گذاشته شده که اسلاید ها آماده بشه. بهتون قول میدم که تهش هممون خوشحال خواهیم بود و یه چیزی به هممون اضافه خواهد شد. من که دوستان گرانقدری بهم اضافه میشه و شما میتونید کسب و کارهای خودتون رو بهتر ببرید جلو. پس این قول رو از من داشته باشید. خب من یه معرفی داشته باشم از خودم. من در حال حاضر مدیر تیم بیزنس اینتلیجنس و دیتا آنالیز تپسل هستم. هولدینگ پگاه محصولات مختلفی داره مثل تگرو، مدیا، تپسل که من از سال 97 وارد هولدینگ شدم. ابتدا توی سوشال مدیا کمپین منیجر بودم توی تگرو، بعد مدیر تیم کمپین تگرو شدم. سال 99 وارد تیم مدیا شدم و اونجا مدیر تیم کمپین وب بودم. سال 1400 یعنی پارسال وارد تپسل شدم و مدیر تیم کمپین تپسل بودم و از ابتدای امسال به عنوان تیم آنالیز دیتا و بیزنس اینتلیجنس یا همون هوش تجاری مشغول فعالیتم. همین الان من هی بهتون تسک میدم وسط وبینار که برید، تعاملی باشه. میتونید منو تو لینکدین چه فارسی چه انگلیسی سینا رضا نواز سرچ بکنید، پیدا بکنید، کانکشن بدید و بتونید با هم جلوتر هم ارتباط داشته باشید. قبل از سال 97 هم خوششانسی که داشتم 3 تا استارتاپ مختلف به اسم مستر کوچ، یکی از بچه‌ها کوچینگ کار کرده، میکروفون آبی و مکتا متد رو فیل کنم تو 5 سال و خیلی ازش یاد بگیرم. امیدوارم مطالبی که امروز میگم به عنوان کسی که 3 تا کسب و کار رو فیل کرده بتونه بهتون کمک بکنه، چون فهمیدم چطور نباید فیل کرد یک کسب و کار رو و تمام آن چی که امروز میگم بر این اساسه که میفهمم کسب و کار کوچیک دقیقاً چی میخوام. توی 4 سال اخیر افتخار همکاری با برندهای بزرگ و کوچیک مختلفی رو داشتم. بعضیاشون لوگوهاشون قدیمی تره تو عکس میبینید، چون من هر موقع همکاری میکردم همون موقع لوگوهاشون رو برمیداشتم یه جا برای خودم نگه میداشتم و دیگه اینا رو آپدیت نکردم. مثلا کافه بازار همون لوگوی قدیمیشه، ایرانسل همینطور. و خب خیلی برام جذابه که میتونم امروز بخشی از تجربیاتم توی اون حوزه رو بهتون بگم و انتقال بدم. در مورد پرسش و پاسخ بچه‌ها هر 20 دقیقه من تایم میدم که سوالاتتون رو بپرسید. پس سوالاتتون رو یادداشت بکنید یا اگر توی چت باکس میذارید اشکال نداره. من در اون لحظه نمیتونم بخونم ولی سر 20 دقیقه برمیگردم میخونم یا واسه شما هم راحت میشه که کپی میکنید دوباره میفرستید. اما این وبینار مخاطباش کیان؟ اولیش که خب صاحبای کسب و کاره که میخوان مثل من فیل نشن حداقل تو این شرایط ناپایدار. دومی دیجیتال مارکترها هستن که امروز خوشحالم در خدمتشون هستیم. افراد جویای مهارت و کار، خب خیلی به این حوزه علاقه دارن و دوست دارن که کلا مهارت جدید یاد بگیرن، حتی اگر در اصل نخوان تو اون زمینه خیلی خبره بشن. دانشجوها هستن. اخیراً دانشگاه امیرکبیر یه کورسی داشتم و انرژی که از دانشجوها میگیره فوق‌العاده بالا و جذابه. علاقه‌مندان به تبلیغات آنلاین هست که خود من اصلا یکی از دلایل اصلی شکست کسب و کارم بچه‌ها فهمیدم این بود که بلد نبودم تبلیغ کنم، بلد نبودم یوزر بگیرم و این شد که اومدم وارد اد نتورک تپسل و مدیا شدم و این شد که در اصل یاد بگیرمش و یه روز این علم رو بتونم به کار ببرم، چه تو کسب و کار خودم چه برای کسب و کارهای دیگه‌ای که در حال حاضر به عنوان مشاور در کنارشون هستم. و
ششمین دسته هم میشه پرسشگرها و اندیشه سازایی که همیشه با پرسیدن دوست دارن موارد جدید رو باز بکنن، روش های جدیدی خلق بکنن و برن جلو. خب تا حالا از این شما تو وبینارهای من بودین؟ کیا تو وبینارهای قبلی من تا حالا حضور داشتن؟ با یه پلاس یا ماینس نشون بدین. بچه جلسه ضبط میشه، نگران نباشید، آپلود میکنیم و در دسترستون قرار میگیره. خب صدا و تصویر من اگر هست بچه، کسی وبینار من قبلا بوده؟ اگه نبودیدم منفی بدید بدونیم. خواهش میکنم. فرق نه؟ خب از جهت خوب، از جهت اوکی. خوشبختم بچه. من عادت دارم وبینارامو با چرایی شروع بکنم. خب برای اینکه کلا بتونم الهام بخش باشم همیشه باید با یه چرایی شفاف شروع بکنیم. اصلا ما چرا دور هم جمع شدیم به نظرتون؟ قراره که تو این شرایط ناپایدار، تو این شرایط بحران، تو این اینترنتی که دوباره امروز قطع شد برای من تو این وبینار، قراره که یاد بگیریم زنده بمونیم، قراره که یاد بگیریم چطور کسب و کارامون فیل نشه، قراره که یاد بگیریم چطور تبلیغات جامع داشته باشیم. به خاطر همین من امروز این ارائه رو آماده کردم برای کسب و کارهایی که معمولا کسب و کارهای کوچیک‌ترن یا مدیومن و دوست دارن تبلیغات رو یاد بگیرن، توسعه پیدا بکنن و بتونن به درآمد بیشتر برسن، به یوزر بیشتر برسن و قراره که اینطوری نباشه که مثلا مثل تصویری که میبینیم شما هی تخفیف بذارید بقیه توجه نکنن، مثل این آقایی که میوه‌هاشو خریده و داره میره و اصلا توجهی به 50% تخفیف نمیکنه، یا مثل این پیرمردی که اصلا مهم نیست براش این فروش ویژه و فروشنده هی داره داد میزنه که آقا بیا حالا یه چیزی بگی. ما قراره امروز یاد بگیریم چطور بتونیم کارمون رو توسعه بدیم. خب همین اول کار بریم مزایا و معایب حضور در فضای دیجیتال رو ببینیم. فقط پروانه میگه صدا قطع و وصل میشه. صدامو دارید بچه ها؟ ممکنه از اینترنت هر کدوممون هم باشه. بسیار عالی. پروانه جان ممکنه اینترنت تو یک کوچولو به هم بریزه. اوکی، ببینید من اول از معایب شروع میکنم. معایبش اینه که دانش دیجیتال خیلی وسیعه و خب برای اینکه وارد فضای دیجیتال بشیم باید یه آشنایی داشته باشیم، یه آشنایی پیدا بکنیم. این میتونه یه در واقع عیب باشه. وابستگی بیشتر به سایرین مثل دولت هست، دولت، زیرساخت، اینترنت، قوانین، مالیات. یه لحظه میتونن مثلا مثال میگم اینترنت رو ببندن، خب ما هم وابسته ایم، ولی وقتی محل کارت فیزیکی باشه دیگه این اتفاق پیش نمیاد. خب ولی حالا امروز یاد میگیریم که چطور این وابستگی رو کمتر کنیم. فضای رقابتیش بالاتره چون دیگه مثل قدیم نیستش که من با بزرگم هنوز که هنوزه یه جا میره سرمونی، یه جا میره کت شلوار میگیره، یه جا میره نون میگیره و اصلا 30 سال 40 سال به گفته خودش تغییر نداده. خب ولی تو فضای آنلاین اینطوری نیست. دیجیکالا نباشه تکنولایف نباشه مثلا یه جای دیگه و خب این رقابت بالاتر. عدم انتقال حس حضور، این که خیلی اینو نوشتم فعلا داره چون یه کاری براش میشه. مثلا شما که میری عطر بگیری اون حسی که باید حتما اون عطر رو بو کنی خوشت بیاد، اون حسه نیستی که تو خرید آنلاین، ولی دارن یه کارایی میکنن که بتونن اون حس رو ایجاد بکنن. یا همینطور کت شلواری که مثال زدم اینطوریه که خب تو فضای حضوری بیشتر امکان داره که شما لمس کنی، خوش تیپی خودت رو ببینی، بزرگی یا کوچیکی لباس رو بسنجی. فیدبک گرفتن سخت‌تر از مشتری هست. شما وقتی میری مثلا سر کلاس تدریس، مثل الان من وقتی حضوراً تدریس میکنم میبینم که بچه از قیافه هاشون میفهمم که الان گیج شدن، سخته، سوال دارن، خستن، ولی تو آنلاین نمیشه فهمید. بخاطر همین خیلی مهمه بچه بیاین فیدبک بدید. من
تا آخر وبینار با هم باشید، قولی که دادم رو حتما ادا میکنم. و نیازمند بهبود مستمر و تغییرات روزانه است. مثلا شما بری شعبه هاکوپیان مثلا میرداماد، چند سال همون شکلی، خب ولی مثلا سایت دیجیکالا رو امروز میری با هفته بعد فرق کرده. خب پس نیازمند تغییرات مستمر. اینا رو میگم چون نمیخوام بگم در باغ سبزه، نیازمنده که تهدیداشو بدونی اما مزایاش هم بدونی بعد انتخاب بکنی. مزایاش چیه؟ اینکه همیشه در دسترس، مثلا من میتونم 3 شب برم مثلا از آنلاین شاپ چیزی که نیاز دارم رو بگیرم. حالا نمیدونم چرا 3 شب باید این کار رو بکنم، ولی شدنی. من میتونم 5 صبح بشینم آموزش آنلاین از هر موقعی که دوست دارم ببینم. من دوست دارم محتوامو دانلود کنم، آخر هفته که میرم شمال اینترنت ندارم محتوا ببینم. این پس همیشه در دسترس بودن خودش یه مزیته. توسعه‌اش آسون تره. شما قدیم می‌خواستی مثلا یه مغازه رو الان میرداماد باز کردی، یه مغازه رو بری مثلا تو مشهد باز کنی، باید کلی زمین بخر، خیالت راحت باشه، وکیل داشته باش، شهرداری رو حواشو داشته باش، مجوزشو بگیر و ولی تو اینترنت خب یه هاست میخری، سرور و میاری بالا. اونقدر چیز اذیت کننده نیست. کاتگوریایی که میخواد، مثلا فرض کنید که مثلا دیجیکالا کالای دیجیتال بود، بعد یه اومد گفتش که خب بابا من دوست دارم مثلا سنگ پا هم بفروشم، بگی چه ربطی داره؟ و یه لاین جدید آرایشی بهداشتی توسعه داد و شروع کرد فروختن. ولی قدیم اینطوری آقا این مغازه به مثلا چی شناخته شده، نمیتونه دیگه بیاد مثلا مغازه لوازم خونگی بیاد مثلا لوازم آرایشی بهداشتی بفروشه. فرآیند پذیریش و قابل برنامه ریزی کردنش. شما الان فرض کن که هاکوپیان میخواد مثلا منی که رفتم ازش لباس بگیرم رو امروز تاریخش اتوماتیک آنلاین خریدم، اتوماتیک هفته بعد بهم یه پیام میده که چطور بود، لباس رو دوست داشتی، دوست داری بیای مثلا حضورا دوباره خیاطیش کنیم یا غیره. یه ماه بعد دوباره فیدبک میگیره، تولدم رو تبریک میگه و همه اینا اتوماتیکه. یعنی نیاز نیستش که یکی اون پشت بشینه شماره منو دستی بزنه 0910 فلان 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 و اینتر رو بزنه ارسال بکنه. کاملا برنامه ریزی شده و بر اساس فراینده. مزیت برتر دیگه که داره ذخیره و نگه داشته بهینه‌تر داده هاست. من همچنان، حالا مثال هاکوپیان شد ولی با بزرگ خودم بگم، مثلا جایی که میره لباس میگیره فقط فیس تو فیس میشناستش، نه اسمش، نه فامیلیش، نه شمارش، نه علایقش، نه هیچ چیز دیگه ازش نداره و شاید بسته به اینکه حافظه اون شخص یاری بکنه یا نکنه مثلا یادآوری بشه اسمش و به خاطر همین این اصلا جوابگو نیست. اما میدونیم که امروز، حالا یادتون میدم چه چیزایی رو باید دقت بکنیم، دیتایی از یوزرامون داریم که خیلی کمک میکنه ما بهینه‌تر و بهتر به اون تارگت گروپ، اون تارگت آدینسی که میخوایم، اون مخاطبایی که میخوایم دسترسی داشته باشیم. مزیت بعدی دیگه مدیریت بهتر در جذب و نگهداشت مشتریاست. ما اون داده ها رو که داریم، مثالایی که زدم تو همین راستا بود که ما میتونیم نه تنها مشتریامون رو داشته باشیم بلکه ترندش هم نگاه کنیم. ببینیم مثلا مشتریای ما پاییز بیشتر میخرن، بهار بیشتر میخرن. یکی از سوالایی که تو این وبینار پاسخ میدیم اینه که کی تبلیغ بکن. و مزیت بعدی دیگه‌ای که داره منطبق با تغییر رفتار روز مخاطبه. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که دیجیکالا تشخیص میده که یوزرها بیشتر گوشی میخرن، با دیتایی که داره گوشی سامسونگ میخرن، گوشی سامسونگ که مثلا از X تا Y تومانی میخرن. خب اون لاین رو توسعه میده بسته به نیاز مشتری. اما دلار میره بالا، یهو مثلا یه گوشی مثلا جدید با یه مارک چینی میاد و میبینه که مخاطبا دارن بسته به تغییرات سیاسی، اقتصادی و هر چیزی که تو جامعه پیش میاد تغییر رفتار میدن و اینو تغییر میده، میاد تمرکزش رو میذاره رو فروش اون گوشی چینی.
چرا؟ چون سودش بیشتره، مردم دارن رفتارشون تغییر میدن و این اون مزیتیه که توی آنلاین هست. اما توی مغازه بازم آره قدیم خیلی گفتم دیجیکالا میاد مثلا تمرکزش رو بسته به اون تغییرات کشور، میاد مثلا تمرکزش رو میذاره رو فروش گوشی‌های چینی، مثلا بنر میزنه، تبلیغ میکنه، چون میبینه مردم دارن میرن به اون سمت. ولی قدیم اینطوری نبود دیگه. یا همین الان کسایی که آنلاین کار نمیکنن، اتفاقی که براشون میفته چیه؟ مثلا میری میبینی که کل ویترینش همچنان آیفونه، همچنان سامسونگه. چرا؟ چون نمیتونه ترندا رو بفهمه، نیاز روز مخاطب رو بفهمه، بعد دیتای کل کشور رو نداره، فقط کسایی که میان دم مغازش رو میبینه، دیتای شهرهای مختلف رو نداره و این اون مزیتیه که فضای آنلاین میتونه بهمون بده. پس به طور کل اگه ما بخوایم به این سوال جواب بدیم که چرا امروز دوره هم دیگه جمع شدیم، 3 دلیل اصلی داره. برنامه‌ریزی بهینه‌تر برای بهره‌مندی از اهرم تبلیغات. اگه از تبلیغات درست استفاده کنیم بچه‌ها، تبدیل به اهرم میشه و خیلی کمکمون میکنه. افزایش نرخ بازگشت سرمایه‌مون، 2 تا چارت هاست دیگه، چقدر بذارم چقدر برداشت میکنم، و پایدارسازی کسب و کارمون. یعنی دلار بشه مثلا 70 تومن، 80 تومن، 100 تومن خدا نکنه، ما امروز سعی میکنیم اصولی رو یاد بگیریم که کمتر آسیب ببینیم. خب شاید سوال باشه دیگه، آقا مثلا دیجیکالا، تکنولایف، کارنامه، دیوار، غیره غیره غیره، اینا همشون دارن آسیب میبینن، ولی چی میشه که زندن؟ چون میان فرآیندهای پایدار میچینن و تبلیغاتشون رو بهینه میکنن، تمام مسیراشون رو درست حسابی میچینن که بتونن آسیب کمتری ببینن. خب و در انتها قراره که ما برای اینکه متفاوت باشیم بین تمام کسب و کارهای سیاه سفیدی که هستن، همه شبیه هم مثل این آقایونی که میبینید تهش رنگ موشون با هم فرق میکنه، بیایم ما متفاوت باشیم. و امروز اگه دوره هم جمع شدیم، یه دلیلش هم اینه که متفاوت باشیم و بتونیم برای این متفاوت بودن قدمی برداریم. خب تا اینجا سوال داره؟ بچه هر سوالی دارین راحت بگین، اگر نه ادامه بدین. خب حل. دمت گرم آرش. بچه هم دارن می نویسن. خب فاطمه هم داره یه چیز می نویسه. تقریبا دیگه داره وبینارمون اصلش شروع میشه. خب بریم ادامه. ما بچه در مورد برنامه ریزی جامع، یکی ورد اینه، پایدار، یکی ورد اینه، و تبلیغات دیجیتال داریم صحبت میکنیم. خب میخوایم صحبت بکنیم. هر ستای اینا رو اگه بخوایم کنار هم دیگه بچینیم مثل یه ساعت شنی. چرا؟ کل این ساختار ساعت شنیه که استوگوس به این فضای داده، یه چارچوب به این ساعت داده، همون برنامه ریزی جامعیه که باید اتفاق بیفته. خب یعنی ما برنامه ریزیمون قراره که یه چارچوب به کل کارهای ما تو سال 1402 بده. اون تبلیغات دیجیتال اون شنست که داره بر ما کار میکنه. یعنی شما به میزانی که جلو میرید، تبلیغات دیجیتالتون تعیین میکنه که شما بودجه‌تون زود تمام بشه، دیر تمام بشه. مثلا من میتونم به جای شن مثلا تیله بذارم، خب زودتر میریزه و تمام میشه. قراره ما یاد بگیریم که چطور تبلیغات دیجیتال پایداری داشته باشیم که در کل سال به اندازه کافی برای ما کار بکنه، نه زیاد نه کم. و اما پایداری چیه؟ پایداری 2 تا بخشه. یکیش اینه که ما تبلیغات دیجیتالی که میخوایم ران کنیم، اجرا بکنیم، قراره که ما رو از یه جای به یه جای برسونه. همین از یه نقطه به نقطه رسوندنه نوع اجرای ماه که میشه همون گلوگاهی که خیلی از کسب و کارها مثل اون 3 تا کسب و کار من
درگیرش بودن و باعث شد شکست بخورن، چون این پایداریه رو نداشتن، بلد نبودن حقیقتش. و یه پایداری هم هست که بیرون از کسب و کار ما. این ساعت شنیه رو میبینی داره لقه، ممکن بیفته، زمینش صفر نیست. اون پایداریه چیزی نیستش که دست ما باشه زیاد. پس ما سعی میکنیم برنامه ریزیمون کامل باشه، پایداری که سمت خودمونه، تو دایره اختیارات خودمونه رو درست بچینیم، تبلیغات دیجیتالمون رو درست انتخاب بکنیم و جایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم تاثیرگذار باشیم. حالا اینجا سوال پیش میاد، آقا سینا تو که از ساعت شنی داری حرف میزنی، زمان کمپین چه اهمیتی داره که جزو موارد وبینار آوردی، گفتی که خب کی تبلیغ کنیم؟ حقیقتش بچه‌ها زمان کمپین حیاتیه، خیلی هم حیاتی. من اوایلش نمیدونستم، بعد که اومدم تو فضای تبلیغات دیدم که برندا بلدن کی باید تبلیغ رو استارتشو بزنن، کی باید پازش کنن، کی باید مستمر تبلیغ کنن، کی باید کوتاه مدت، بلند مدت. به خاطر همین گفتم چه جالب، یه فوتوفن کوزه‌گری مهم توی تبلیغات زمان کمپین. به خاطر همین امروز شما الان مثل این تصویر کمین کردید که بفهمید که خب سینا بگو دیگه، سریعتر بگو که من میخوام برم تبلیغمو رام بکنم. ما یه نمودار با هم ببینیم. این نمودار از گزارش سال تمثل در 1400 اومده. خب میبینید میزان ترافیک تبلیغات به تفکیک ماه اومده، فروردین سمت چپ و میره تا اسفند. خب میبینیم این 50% منظور نسبت به کل ساله. اوایل کمه، اوایل عید کمه، بعد کم کم زیاد میشه، بعد میاد دوباره خرداد و تیر پایین، دوباره میره بالا. من نقاط مهمش رو هایلایت کنم: آذر، بهمن، شهریور و اردیبهشت. خب میشه گفت تقریبا به ترتیب بالاترین و مهمترین ماه‌های سال برای تبلیغ. یعنی تمام برندهای بزرگ از ایرانسل و کارنامه و دیوار و کی دیجیکالا و خانومی و بانیمود و هر کسی رو که بگیم میان اینجا تبلیغ میکنن. خب به نظرتون چرا تو آذر مثلا تبلیغ میکنن کسب و کارا؟ نظری داریم؟ فاطمه سوال تو دیدم، حتما تو بریک بعدی 7 تا 40 دقیقه بهش جواب میده. شب یلدا بچه فینگلیش بنویسید راحت تره، چون فارسیه یکم خوب نمیافته. خب روزبه میگه شب یلدا، درسته؟ بازم چیزی هست؟ علی اکبر سلام. خب بچه دیده ندارید فقط شب یلدا تو آذره؟ از این به بعد میخوام شاخکاتون تیز بشه ها، یعنی ببینید کجا دارن برندا خودشونو میکشن. خب روز به فارسی نزنی بهتر، فکر کنم داری میگی که روز پدر مادر ولنتاین، نه اینا تو آذر نیست. خب سیاه جمعه، محمد، دمتون گرم. دقیقا. خب ببین محلا میگه برنامه ریزی برای عید، اون بهمنه. خب بلک فرایدی، دقیقا حامد درست گفت، علی هم درست گفت، علی دمت گرم، حمید هم درست گفت. ببین بلک فرایدی چسبیده به یلدا. من یه دیتا بهتون بدم که یه اشلی دستتون بیاد. مثلا پارسال با قیمت دلار اون موقع دیگه مثلا 25 تومن بود شب، مثلا قبل شب یلدا بلک فرایدی، یکی از برندها تو 5 روز 400 میلیون تومن هزینه کرد. اینقدر مهمه بلک فرایدی. خب فقط یکیشونا کلو ببینید و این چه عددی میشه. خب اینقدر مهمه. خب شب یلدا هم همینطور، تو 10 روز تقریبا یکی دیگه از برندها 1 میلیارد تومن هزینه کرد. شما باید بدونید مثلا دیجیکالا، یادمه یه بار از مؤسسینش داشتن یه جا صحبت میکردن، گفتن که ما پرفروشترین شب سالمون شب یلدا.
اینقدر مهمه بچه، خب که براش آماده بشین، براش پلن بچینین. حالا من یه مثال آوردم از بهمن. مثلا تو بهمن ولنتاین، خب این مال فکر میکنم امساله که خانومی روز عشقش رو با یه همچین بنری، یکی از بنراش بود، کار کرد. پس مناسبت ها خیلی مهمه و باید حواسمون باشه که توی آذر، بهمن، شهریور، حالا بعد عید و اردیبهشت تبلیغ بکنیم. حالا من بهمن رو تقریبا گفتم چون آخر سال، آذر رو دیدیم. شهریور به خاطر اینه که بک تو اسکول، مدارس دارن باز میشن، فصل داره عوض میشه، لباسهای فصلهای گرم رو باید زودتر بفروشن یا چیزایی از این دست، به خاطر همین تبلیغات اوج میگیره. و اردیبهشت، فروردین یه کوچولو بچه‌ها تیریکیه، بسته به صنعت ممکنه تغییر بکنه. مثلا بازی‌ها تو فروردین اوجشونه چون میخوام که یوزر جذب کنن، تبلیغ میکنن که مردم تو تعطیلات برن و بازی بکنن. اما به طور کل همچین نموداریه. و چرا اردیبهشت؟ چون معمولا توی 2-3 سال اخیر خب ماه رمضان که داره میاد به این سمت، بیشتر اواخر فروردین اردیبهشت خیلی بولد بود، ولی مهمتر از همه همون ماه رمضان است. و اگر یه در واقع الگوی جالبی رو دیده باشین، معمولا ماه دوم سوم بیشتر از ماه اول تبلیغات بالاست، چون برندها شروع میکنن برنامه ریزی کردن واسه فصلشون تو ماه اول و ماه دوم و سوم تبلیغ میکنن. خب اما سوالی که میخوایم بهش جواب بدیم اینه که تبلیغات مستمر در چه شرایطی مفیده. یه مثال جالب هست توی فرمول 1 که قهرمان فرمول 1 میان ازش میپرسن که رازت چیه، میگه که خب جایی که همه ترمز میکنن من گاز میدم. بچه‌ها دقت کردین من برندا رو گفتم توی این روزا خون ریزیه، توی این ماه ها قراره که شما یاد بگیرین اتفاقا جایی که برندهای گنده ترمز کردن که دارن برنامه میچینن، یعنی مزیت SME یا بیزنس های کوچیک و متوسط همینه، اجایلن، سریعن، چابکن تو تصمیم گیری. شما اونجاها که فضای رقابتی پایین تره جوری پلن بچینید که ارزونتر دیگه فضا، چون رقابت کمتره ارزونتر تبلیغ مناسبتر داشته باشید. خب و با این تبلیغات موثرتر بتونید هم هزینه کمی داشته باشید، هم فروشتون رو ببرید بالاتر. خب این یکی از تریک‌های به شدت مهم. اما سوال، آیا من تو آذر نباید تبلیغ بکنم؟ چرا؟ باید خودتو آماده بکنی. اما آخر وبینار اگر این سوال رو ازتون پرسم دیگه باید بتونید جواب بدید که آها من باید شب یلدا پس اینطوری تبلیغ کنم، چه جالب. پس جلوتر به جوابش میرسیم. خب تقریبا 7:40 دقیقه است. من سوال فاطمه و مریم رو جواب بدم. پرسید که یه سوال در تمامی برندهایی که لوگوهاشون رو گذاشتید به چه صورت فعالیت میکردید؟ آره حتما فاطمه. ببین ما اد نتورکینگ آژانس تبسله، خب این برندها می اومدن، من مدیر تیم کمپین بودم، حدود 20 نفر بچه‌های اکانت منیجر بودن، هر کدوم حدود 20 تا برند رو مدیریت میکردن. خب اینطور میشه فرض کن 400 تا برند. من خوشبختانه یه خوششانسی و سعادتی که داشتم در کنار این بچه‌ها، چون مدیر تیم بودم، این برندها ابتدا می اومدن با ما مذاکره می‌کردن که تازه فعالیت و همکاریمون شروع بشه و اونجا بود که ما با این برندها با استراتژیاشون، با نوع فعالیتشون آشنا می‌شدیم و بعدشون مدیر اکانت، مثلا فرض کن مدیر مثلا اکانت ایرانسل، اسنپ، غیره و غیره است، میومد واسهشون کمپین راه میکرد. خب من مسئولیت نظارت بر روند اجرای همه این برندها رو داشتم و اینطوری بود که در کنارشون تونستم یاد بگیرم. مرسی از سوال خوبه. خب مریم میگه که من فکر میکنم بستگی داره، ولی اگر بگذره نزدیک عید میشه و 2 تا کمپین نزدیک هم میشن. یکیش اینه دقیقا مریم، بالاخره تیم‌های مارکتینگ برند بزرگ بودجه‌ای دارن، اینو بالاخره باید خرج کنن و به یه تارگت هایی برسن، به یه اهدافی برسن. خب اینا میان برنامه میریزن، میگن خب کجا تبلیغ کنیم؟ خب آذر که 100%،
دی باجت نداریم. چرا؟ چون همش رو ریختیم تو آذر و اونجا تبلیغات کردیم و دوباره بهمن و اسفند رو باید فول بتره کنیم که بتونیم به اون اهداف سالمون برسیم. خب اسفند یه کوچولو میاد پایین چون از 25 به بعد دیگه پست بسته رو تحویل نمیگیره، ارسال نداره، مردم خریدشون کمتر میشه، بخاطر این تبلیغات هم کمتر میشه. مورد بعدی جالبی که هست بچه‌ها، یه نکته خیلی ظریف وجود داره اینجا. تو کشورهای تورمی مردم عادت میکنن به تخفیف. یعنی چی؟ یعنی اصلا مردم منتظر خرید نمیکنه که شب یلدا بشه خرید کنه، چون میدونه که تخفیف هست. مثلا بانیمود اینطوریه، شما مثلا امروز کمپین داره نمیرسی بخری، فردا حقوقتو میدن، کمپین تمام شده، مطمئنی پس فردا یه کمپین دیگه داره و منتظر اون تخفیفه هستی، نمیری همینطوری خرید بکنی معمولا. خب آریان، فارسی که مینویسی نمیافته برام، اگر فینگلیش بنویسی که عالی میشه. اوکی، البته من یه مانیتور دیگه هم اینجا داریم، از این بر میخونم، ولی باز فینگلیش بنویسید بهتر. آره آریان داره ضبط میشه، خیالت راحت باشه. مهلا میپرسه که برای سایت های خدماتی هم مثال میزنین؟ آره حتما. ببین سایت های خدماتی مثلا بهمن و اسفند فوق العاده پیک بالایی دارن و مردم اصلا منتظرن همون موقع کارای در واقع خدماتیشون رو بسپارن. ولی در کل سال ما مثلا با آچاره کار کردیم، با استاد کار کردیم، با روندهایی که امروز یاد میگیریم در وبینار میگم خوب مسیراشون رو چیدن و کل سال یه درآمد پایداری رو ایجاد میکنن. حالا هر کدوم میبینید که چه تفاوتایی دارن و اینا، حتما باز با هم مثال میزنیم. مرسی آریان. خب بچه بریم ادامه، موافقین؟ ببینم چند نفر هستیم. انرژی ها پایینه ها، قرار منم ازتون انرژی بگیرم. خب مرسی زهرا، فاطمه، مریم، آرش، علی اکبر، مهتاب، مرتضی دیگه، دمتون گرم، مرسی از انرژیتون. خب بچه اما وقتی ما میگیم که روش های بازاریابی دیجیتال چیه، خب این تا راه هست واسه رسیدن به خدا. خب من میتونم ایمیل مارکتینگ کنم، احتمالا ایمیل وبینارمون رو دیدین. کانتنت مارکتینگ کنم، یعنی محتوا تولید بکنم، محتوای مفید باشه، به درد بخوره، طرف بیاد تو سایتم، بعد علاقه‌مند بشه، ادامه بده. مثلا خدماتی گفتم، من اسما رو ببینم که آره مهلا گفته بود خدماتی. خب خدماتی فرض کن که تو میای میگی که مثلا من خودم میخواستم یه دیوار اتاقمو با رنگ وایت بورد رنگ کنم که بتونم با ماژیک روش بنویسم. بعد گوگل سرچ کردم، اگه اشتباه نکنم سایت آچاره اومد برام، قشنگ نوشته بود راهنمای رنگ کردن دیوار با رنگ وایت بورد. بعد من خوندم، بعد تهش گفته بود که خب اگه میخوای استادی رو که این کار میکنه کلیک کن. بعد میزدی میبینی چه جالب، یه سری استادکارایی هستن که این کارو میکنن. این میگن کانتنت مارکتینگ. سوشال مدیا رو که بیشترمون میشناسیم، پیپر کلیک جلوتر میگم، SEO و SEM رو میگم حتما. ما تو ایران الکترونیک بیلبورد نداریم، ولی یکی از راههاییه که داره کم کم زیاد میشه. مثلا مثال طنزش مثالای بیلبوردهای الان شهرداریه که واسه نیمه شعبان زدن و الکترونیک بیلبورد نیست، در از چراغ دورش گذاشتن، روشن خاموش میشه. ما هم یه جوری میخواستن اینو تداعی کنن. رادیو تیویه که البته ما اینا رو تو دیجیتال دیگه اینطوری که الان هست نمیبینیم. مثلا آدیو ادز هست که تو فیدیپو شما قبل از اینکه کتاب صوتی رو پلی کنید، یعنی اولش جلوتر تو تکنولوژی ایران خواهید دید که داره روش کار میشه. مثلا تبلیغات بشنوید. تیوی ادز خب قدیم مردم میرفتن تلویزیون میدیدن، اینجا منظور بیشتر مثل نتفلیکس و فیلیمو و ایناست که مثلا قبلش تبلیغات ببینید. موبایل مارکتینگه که توی اپلیکیشن ها تبلیغ میشه و وایرال مارکتینگ. حالا من جلوتر میگم، نگران نباشید.
چند تا مثال بامزه آوردم این وقت شب، بریم یکم گشنمون بشه. یه مثال از اسنپ فود آوردم، کارهایی که کردیم و میخوام بهتون دید بده. خلاقیت جزو مسائل خیلی مهم تو تبلیغاته و بعدش دوباره با هم گپ و گفت داشته باشیم. ما برای اسنپ فود چی کار میکردیم؟ یه کمپین بامزه داشت، ما میخواستیم فروش غذاشون رو افزایش بدیم. میومدیم چی کار میکردیم؟ میومدیم میگفتیم که خب اولا کمپینی که رام میکردیم از حدود 10:30 صبح بود تا حدود مثلا 3 ظهر کمپین رام میکردیم و میرفت چه. بعد به واسطه اینکه کمپین رو رام میکردیم روی وبسایت اسنپ فود کد ما قرار داشت تگ میزدیم. اینا رو در انتهای رفرنس بهتون میدم که چطوری اصلا اینا رو دیتیل یاد بگیرید. تگ چیه؟ کسی که وارد سایت شما میشه بهش برچسب میزنید که این چی رو دیده، مثلا فست فود رو دیده، غذاهای سنتی رو دیده، مثلا کیک و بستنی رو دیده، چی رو دیده، بهش تگای مختلف میزنید. یا مثلا اگه لباس مثلا میفروشین، لباس بانوان رو دیده، دامن رو دیده، مثلا شلوار جین رو دیده، بعد اومده لباس مردونه رو دیده. اینا رو میتونید اصطلاحا بهش میگن تگ میزنید و میتونید بعداً از این تگا استفاده بکنید. ما یوزرها رو می آوردیم و بعد می دیدیم که مثلا می گفتیم که این یوزرها اومدن تگ غذای فست فود خوردن، یعنی طرف اومده غذای فست فود رو دیده و خریده. و اینا رو چی کار می کردیم؟ یه کار بامزه به تجربه بامزه میگم. می اومدیم خباثت به خرج می دادیم، خلاقیت به خرج می دادیم. می گفتیم که خب ببین این که فست فود خورده احتمالاً زمان نداره، کارمنده، یک کوچولو ارادش پایین تره، چون اگه میتونست غذای مثلا سالم تر سفارش میداد. احتماله ها بچه، همش روی احتمالات. بعد میومدیم 4 عصر به بعد به شیرینی نشون میدادیم، کیک نشون میدادیم، آب میوه نشون میدادیم و فروش اونلاین رو ما افزایش دادیم. خب یعنی آدمی که اومده بود فست فود گرفته بود عصری شیرینی میدید و هوس میکرد و سفارش میداد، حالا با یه احتمالی، با یه درصدی، ولی خیلی بامزه بود. بعد واسه آخر هفته یه کار دیگه میکردیم، میگفتیم خب مثلا اینایی که این تگا رو خوردن، اون موقع مثلا سوپرمارکت هم جزو اسنپ فود بود، میگفتیم که میومدیم میگفتیم خب کسایی که تگ مثلا فست فود خوردن و خرید کردن، بیا بهش این پیامو نشون بده، بگو که آخر هفته کمپین رام میکردیم، میگفتیم که چطور آخر هفته خودت غذا بپزی یا چطور آخر هفته غذای سالم بخوری. و اینطوری میدیدیم که فروش مثلا برنج رفته بالا، فروش گوشت رفته بالا و خب این تجربه جذابیه که شما اینا رو بشنوید و بتونید تو کسب و کاراتون اجرا بکنید. یه مثال دیگه واسه آقای فرشه. آقای فرش ما یه کمپینی داشتیم خیلی بامزه بود. ما میخواستیم که نیایم تو چشم همه بگیم که آقا بیا برو فرش بخر، کاری که همه میکنن دیگه. خب بعد چی کار کردیم؟ اومدیم با اینفلوئنسرها گپ زدیم، مثلا فرض کنید تصویرهای بالا سمت چپ. این اینفلوئنسر اومد پرسید صادقانه که آقا من میخوام فرش بخرم واسه خونم، پیشنهادتون چیه؟ مردم اومدن نظر دادن، آقای فرش، شهر فرش، فرش وزرا، فرش فلانی. بعد از شانس آقای فرش زیاد بود، حالا اگه نبود باز میشد یه کاری کرد، ولی از شانس خدا رو شکر آقای فرش زیاد بود. بعد اینفلوئنسر اسکرین گرفت و شرک میکرد که آقا بیشترتون گفتید آقای فرش دیگه، دمتون گرم، من میرم حتما براتون فیلم و ویدیو میگیرم و میگم که قیمتشون چجوری. خب همونطور که تو تصویر سوم میبینید، اول از ورودی آقای فرش یه عکس میگیره و از خودش میگیره که بچه اومدم آقای فرش، و بعدش که خرید کرده یه عکس از فرشی که خریده میزنه و میگه که بچه ها کیفیتش فلان بود و اینا، خیلی دوست داشتم، دمشون گرم واقعا. در انتها بعد مثلا یه هفته 2 هفته میومد میگفت که آقا یادتونه من از آقای فرش خریدم، اینا دیدن من منشنشون کردم، به پاس تشکر بهم یه کد تخفیف دادن، شما با اسم من میتونی بری اون فرش مثلا 20% تخفیف بخری. خب
این کجا و اون که بیای مستقیم مثلا استوری بری به خیال خودت مثلا رو 10 تا پیج خفن استوری رفتم تبلیغ کردم و بگی 20% تخفیف آقای فرش. بچه اصلا تاثیر نداره جلوی این که یک کسی بره تجربهشو بگه، نظرشو بگه، عکس واقعی بذاره، خوشحال باشه. بعد یه عده مردم، همه ما یه سری الگوها، یه سری اسطوره‌ها تو ذهنمون داریم دیگه، بعد دوست داریم این اونا باشیم. یعنی مردم هممون دوست داریم که به نوعی شبیه الگوهایی باشیم که دوستشون داریم. بعد میگه خب این فرشو خریده، خب من میرم از اونجا فرش رو میگیرم، حتما خوبه دیگه من نرم تست کنم، ریسک کنم. خب و چطور بود به نظرتون این کار؟ بامزه بود نبود؟ ما که خیلی از این کمپین نتیجه گرفتیم، نظر فیدبک بدیم به هم، مثال بعدی رو اگه دوست داریم بازم بشنویم. فاطمه حواسم به سوالت هست تا ساعت 8 جواب میدم. خب دمتون گرم. مرتضی، سعید، مریم. خب اسنفود عالی بود، مرسی مهلا جان. آره حالا تو خدماتی رو گفتی مهلا، من تو پرانتز بگم مثلا من واسه خونه که این رنگ دیواره رو دیدم، مثلا یه ماه بعد یه SMS برام اومد که آقا ما دکوراسیون اتاقت هم عوض میکنیم و اینا. اون چیزایی که گفتن برنامه ریزی تبلیغات دیجیتال، این اون برنامه ریزی است که اتوماتیک میره و ارسال میشه. بریم مثال بعدی. فقط قبل از اینکه بریم بچه‌ها، این آقای فرش، این 3 تا عکس پایینم اینطوری بود که یه سری اینفلوئنسرها رو میرفتیم به در واقع میخواید باشون کار کنید، به تعریفشون اینطوریه: حضور در ایونت. اینطوریه که میگی اوکی بیا اینجا ویدیو لایو بگیر، حضور داشته باش، عکس بگیر، بذار ما رو معرفی کن و برو. خب ما تو اون کمپین از این فرصت هم استفاده میکرد. مثال بعد مثال آکادمی یاسانه، چون هم آموزشی میدونستم قطعا تو این وبینار داریم، هم در واقع امروز یکی از بچه‌ها گفت ما آموزش تو حوزه کودکان هم هستیم. این مثال امیدوارم کمک بکنه. اگر هر جا هستی خودتو نشون بده که من بدونم کدومتون تو اون حوزه کار میکنید، اسمتو بگم و با هم ارتباط بگیریم. خب آکادمی یاسان کارش چیه؟ آها نرجس گفته بود. خب گویا آراش هم خیلی گفته بود. خب آکادمی یاسان کارش چیه؟ آموزش برنامه نویسی کودکان و جوانان. کسی باورش میشه مثلا از اینترنت بیا تبلیغ کنی، بعد تصمیم گیرنده بچه پدر مادرش هم، پدر مادره ببینه، کلیک کنه، بیاد شمارش رو بذاره و مشاورای ما زنگ بزن مثلا باش ارتباط بگیرن بعد تبدیل بشه. بچه ها ما تا روزی فکر میکنم حدود 100 تا شماره تلفن واقعی به آکادمی یاسان میدادیم و اصلا خود من شوکه شده بودم که روزی 100 تا پدر مادر رو داریم قانع میکنیم که بابا بیا بچه آموزش برنامه نویسی بده. کاش منم سن اونا بودم یاد میگرفتم. بعد و خیلی جالب بود. چی کار میکردیم؟ ما یه کمپین توی ببین یه بار دیگه از بالا ببینیم، اسنفود وب بود، سوشال بود آقای فرد. این آکادمی یاسان توی موبایل مارکتینگ. خب تبسل میدونید رهبر بازار تبلیغات درون اپلیکیشنه و خب این فضا خیلی وسیع رو به ما میداد که بتونیم ازش استفاده بکنیم. به عنوان سومین مثال ما اومدیم چی کار کردیم؟ یعنی ما که میگم اون اکانت منیجر خوش‌ذوق و خلاق اومد پلنی چی و اینطوری بود که اومد مثلا رو کمپین روی ما میتونیم تشخیص بدیم، بیایم تو اد نتورک، کارا جلوتر باز مثالاش رو میگم، میتونیم بگیم کسایی که اپ مثلا شادو دارن، اپ‌های آموزش زبانو دارن و اینا رو حدودی با برینی که داریم، با هوش مصنوعی که داریم، حدودی بیایم حدس بزنیم با یه احتمال خوبی که چه رفتاری دارن و بیایم اونا رو تارگت بکنیم. ما اومدیم این اکانت منیجر اومد گفت آقا من میخوام رفتار کسایی که مثلا
اپلیکیشن های مثل اپلیکیشن شادو دارن که خب مال بچه های دبستانی و ایناست، مدرسه ایه، یا کسایی که اپ هایی دارن که مثلا مثل حافظ، مثلا پدر من رو گوشیش حافظ داره، یا مثلا اینا رو بیا با احتمال بالا، میگن خطا داره دیگه، با احتمال بالا اینایی که اینطورین رو تارگت کن و تبلیغات رو بهش نشون بده. جذابه دیگه، نه؟ و خب یه کانورژن، یه درصد تبدیل فوق‌العاده‌ای گرفتیم از این حیث که خب پدر و مادرها دقیقاً با احتمال خوبی بهشون این کمپین نشون داده میشد، وارد ویدیو مارکتینگ شدیم. اون خیلی تاثیرگذار بود چون اعتماد بیشتری ایجاد میکنه ویدیو و خب باعث شد که ما بتونیم از این کمپین بهترین نتایج رو بگیریم. همینطور همینا رو ضرب کنید، مثلا ممکنه فرض کنید اسنپ اگه نصب بخواد، بیشتر جوونان دیگه، مثلا کسایی که اپای زبان دارن، بازی دارن و خب اینا میشه گفتش که میشه اینا رو یه جورایی تارگت کرد. حالا تمام مثالایی که زدم بچه‌ها میشه اینطوری خلاصش کرد که تبلیغات آنلاین ترکیب جذابی از روش‌های مختلفه که با تحلیل رفتار مشتری به دست میاد. اینم یکی از اون فوتکوزگری هست. یعنی شما باید مثلا میری پیش آژانس ها، اد نتورک ها، مشاورا، دیجیتال مارکتر ها متاسفانه که نمیرن تو توسعه فردی و بروز شدن، میگه آقا کمپین وب رو ران کن، اپ رو ران کن، بیلبورد برو، فلان کن، بهمان کن و شما فقط داری باجت دور میریزی. ولی الان با این 3 تا مثالی که زدم میفهمی تبلیغات چرا اینقدر جذابه. مثلا من خودم عاشق روانشناسی ام و همین باعث میشه که تو تبلیغات ذوق کنم از اینکه میبینم چه تحلیل رفتاری میشه از مخاطبا داشت. پس اگر من بخوام به این سوال جواب بدم که تبلیغات مستمر در چه شرایطی مفیده، در شرایطی مفیده که شما یوزرتو بشناسی، مخاطبتو بشناسی، تحلیل رفتاری کنی، جای درست تبلیغ نشون بدی، زمان درست بیای تبلیغو نشون بدی. مثلا پدر مادرها 8 صبح تا مثلا 6 عصر احتمال زیاد درگیر کارهای روز و کارهای مثلا کارمندی و اینا و شب شاید بتونن بیان واسه بچه‌شون تصمیم. شاید مثلا اسنپ فود رو گفتیم بازه زمانی ناهار مشخصه، تو نمیتونی مثلا 8 شب واسه ناهار تبلیغ کنی و اگه واسه ناهار فردا تبلیغ کنی هم کسی نمیاد، چون ما هممون یه تریک دیگه بچه‌ها، لذت آنی رو به لذت آتی ترجیح میدیم. میگیم الان من چی میخوام. خب پس میفهمید ذوق من واسه آکادمی یاسان چقدر از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا که اون لذت آنی واسه پدر مادره نبود و ما روزی 100 تا داشتیم لید می آوردیم. خب پس این اتفاق قشنگ است. خب حالا ما خب خانم‌های مختلفی توی وبینار هستن که صاحب کسب و کارن، دیجیتال مارکترن، کوچن و کاری که نوشتیم تو حوزه خدمات و اینا. یه مثال اینجا با هم ببینیم. مثلا فرض کنید که این خانم میگه که سینا من میام تو کار گل و گلدونم و دوست دارم که این گل و گلدونم رو بفروشم، قیمتاشون هم چیزی نیست، مثلا $10. بعد مثلا من میگم که خانم مثلا $10 میشه 500,000 تومان، بی ریالی. ولی حالا سوای شوخی و اینکه کی دارید این وبینار رو مجدد میبینید، فعلا دلار رو 55 تومن ایناست. قراره به این خانم کمک بکنیم. قبل از اینکه به این خانم کمک بکنیم که چطور حالا وارد تبلیغات بشه، اصلا از چه فریمورک، چه اصولی بهره مند بشه، شما سوالاتتون رو بپرسید. تقریبا ساعت 8 یه سوالم بالاتر داشتیم، بعد میان بعد ادامه میدیم. فاطمه گفته که وایرال و موبایل و اینفلوئنسرها جزو همان سوشال مدیا مارکتینگ نیست. نه ببین، وایرال لزوما سوشال مدیا و غیره نیست. مثال بگم، من کسب و کار دومم میکروفون آبی بود که کلا فروختمش. اول فیل شد، بعد یکی خواست که بخرتش و کلا فروختمش. ما اونقدر
محتواهای ویدیویی که تولید میکردیم جذاب بود، مصاحبه مردمی بود تو حوزه روانشناسی زناشویی و اونقدر جذاب بود ما از یه جایی به بعد که میرفتیم تو تهران از هر کی مصاحبه میکردیم میکروفون آبی. اون موقع البته اسممون کافه رابطه بود و خیلی این اسم حتی وایرال میشد. وایرال شدن یه هنره، بخاطر همین بعضی جاها میان جداش میکنن. موبایل که پرسیدی با اینفلوئنسر ها باز متفاوته. ببین اینفلوئنسر معمولا تو سوشال مدیاست، قبول دارم، اما بعضی وقتا میشه جداش کرد از جنبه افیلیت مارکتینگ. مثلا میبینی که طرف اینفلوئنسره، خب اما تو هم بهش تبلیغ ندادی، ولی تو بهش میگی ببین هر چقدر از این بفروشی برام n% میگیری. اون میشه اینفلوئنسر مارکتینگی که جزء سوشال نیست. طرف ممکنه رو سایتش بره بفروشه، ممکنه از فضای شخصیش مایه بذاره اگه کسب و کار دیگه ای داره. معمولا تو اکوسیستم استارتاپی این خیلی بولده. موبایل هم که مثالاشو زدم، ببین مثلا اپلیکیشن ایرانسل من انحصاری دست تبسل فوتبالی، همینطور آمیرزا همینطور و اپای دیگه از این دست که بزرگترین اپای ایرانن. اینم موبایل مارکتینگه، یعنی تبلیغ تو اپ. تو که میری وارد مثلا بازی آمیرزا میشی، اگه تبلیغی میبینی مال تبسل. خب پس این فرق داره. مرسی از سوال خوبی که پرسید. ببینیم دیگه چی سوال داریم. علی رضا میگه که مخلصیم آقا علی رضا، کاست بنفیت یاسان با روزی 100 نفر اوکی بود. ببین اونقدی اوکی بود که فاند ریز کرد، یعنی ما اونقدر براشون دانش آموز بردیم. البته قطعا خودشون اونقدر خفنن، فرآیند خوب چیدن، خوب مدیریت کردن و اینها، ولی از این کسب و کار کوچیک 4-5 نفره به جایی رسید که فاند ریز کردن، ساختمون رو بزرگ گرفتن، کلا توسعه دادن و همچنان بیشتر از 2 ساله که ممتد با ما کار میکنن. مرسی از سوالت. عارف میگه که عارف سوالتو این بر باید بخونم. عارف میگه که لطفاً در مورد کسب و کارهای محلی و مکان محور مثل تعمیرات لوازم خونگی و مشاوره املاک هم توضیح بدید. اینو دقیقا من تو سئو حتما میگم. دمت گرم، سوال خوبی بود. محمد جمیل هم میگه که آژانس ها، آره حتما. نرجس نفهمیدم چی نوشتی و خب بچه ها بریم ادامه. انرژیاتون نیفتاده؟ تبلیغ یاسان چیز بود. جلوتر فکر کنم جلوتر یه عکس دارم، یه عکس از یاسان نشونتون میدم، یادت باشه نرجس. آره بی تو بی میگم حتما. رضا با سوال داشتید حتما بپرسید، یعنی بنویسید که اگه آخرش جواب نگرفتید من حتما بهش برگردم. مریم میگه خیلی جالب شد. من که اولش قول دادم همیشه اوایلش یکم سخت شروع میشه ولی بعدش که راه میفته مثالها سعی میکنم تجربیاتمو بگم که جذاب‌ترم بشه. حتما مرتضی تجربه های بیشتری میگیم. خب بریم ادامه. 20 دقیقه دیگه باز پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. خب قرار شد که ما به این خانم کمک بکنیم که این گلدونای گرون لاکچریشو بفروشید. خب فرقی نمیکنه کارت لاکچری باشه نباشه، گرون باشی نباشی، قراره که کلا یاد بگیری که چه جوری با چه مایندست با چه ذهنیتی بیای بهتر بفروشی. خب برای اینکه بیایم بهتر بفروشیم یه فریم ورک هست بچه‌ها به اسم ریس. خب فریم ورک ها اصلا چی هم؟ فریم ورک بهت میاد میگه که کمک میکنه چطوری بهتر فکر کنی، چطور بهتر دسته‌بندی بکنی، چطور بهتر پیش بری، چطور بتونی منظم‌تر ببینیش. چیز عجیب غریبی نیست. خب مثلا فریم ورک ریس داریم، آیدا داریم، دبل ای، تریپل آر داریم، مختلف فریم ورک ها. ولی ریس من چون تو وبینارهای دیگه معمولا آیدا رو گفتم، امروز ریس رو انتخاب کردم که وبینارهای دیگه رو هم که رفرنس دادم اونجا بتونید باز فریم ورک های دیگه رو هم یاد بگیرید. ولی ریس خیلی کار میکنه و جالبه که اصلا برندهای بزرگم دارن باش کار میکنن و خب جواب میگیرن. اما قراره ما با این فریم ورک چطور به این خانم کمک بکنیم. این فریم ورک چی میگه؟
بالاش میگه پلن کن، برنامه بریز. اسم وبینارمون چی بود؟ برنامه ریزی جامع. برنامه ریزی رو تا حالا یه سری الماناشو یاد گرفتیم، رفتار مشتری رو بفهمیم، تایمش رو بفهمیم، بیان ویژگی های خودمون رو ببینیم، جلوتر هم چند تاشو میگیم. بر این اساس قرار یاد بگیریم چطوری برنامه ریزی کنیم. پس بالا برنامه ریزی. خب اما ریس از در واقع بعد از پلن شروع میشه. اولیش ریچه. ریچ میگه که آقا من قراره مشتری ها رو بگیرم، مثال تو اسنپ فود اونایی که ناهار میخوان رو بگیرم، تبلیغ میذارم، هر کی کلیک کنه بیاد رو سایتم میگیرمشون. قدیم تله میذاشتن که توش غذا میذاشتن، میرفت زیرش کسی مثلا اون تله فعال میشد و میگرفتش. الان با تبلیغ این اتفاق میفته و اصطلاحش هم همینه ها، قلاب شدن. یعنی فکر نکنید که شوخیه، واقعا یه چیز جهانیه به اسم کتاب قلاب شدن رو هم حتما بخونید. این خیلی جالبه. تبلیغه یه جوری باید قلاب کنه، پس میگیری یه جوری میاریش، ولی اون یه جوری آوردن باید خیلی مشخص باشه دیگه. مثلا من نمیتونم واسه یاسان تبلیغش بگم که آموزش برنامه نویسی، آموزش برنامه نویسی کلیک کنیم. خب میبینی که مثلا پدر من هم که مثلا پایتون و علاقه منده، مثلا میخونه، گهگاه دنبال میکنه، خب اونم کلیک میکنه. ولی تو آموزش برنامه نویسی واسه کودکانی، خب باید پیامت درست باشه. پس میای یه سری مشتری رو جذب کن. حالا میگه که اکت انجام بده. خب این اکت چیه؟ این که تو سایت تو خوب چیده باشی، اینا میشه مثلا مرحله کانورت. خب طرف اومده تبلیغ تو رو دیده، ریچ شده، یه اکتی انجام داده، کلیک کرده اومده رو سایت و تو رو دیده. خب و حالا تو مرحله کانورت تو اگر مثلا چیدمانت درست باشه، جای کاتگوریات درست باشه، عنوانات درست باشه، رنگ و لعاب سایتت خوشگل باشه که یکی از پیشروترین بحث کانورژن و CRO سایت دیجیکالاه، حتما میگم با این دید بریم نگاش بکنی، کانورت میشن. یعنی طرف که اومد تو سایت حالا تبدیل میشه و در آخر بچه ها اینگیج میشه. خیلی ها تو مرحله کانورت تمام میشه. مثلا تو میگی که مثال سایت فیلیمو، طرف یه تبلیغ نشون دادی، مثلا حالا چه میدونم، من زیاد دنبال نمیکنم، فرض کن یه فیلمی، یه سریالی، کدوم سریال رو فیلیمو الان داره پخش میشه دنبال میکنی؟ کسی دنبال نمیکنه؟ نه، مریم اصلا معلومه که اصلا دوست نداره. خب بابک هم نه. خب فیلمو فکر کنم باید بره ببنده. خب مهلا هم نه. خب مثلا نتفلیکسی میزنم، مثلا شخصا منتظرم تتلسو بیاد، منتظرم ببینم که چه اتفاقی میفته. مثلا البته اون مال اپل ساختتش. خب فرض کنم من یه یوزرم مثلا توی نتفلیکس و میخوام مثلا یه سریالی رو ببینم، بعد من رفتم تو سایتش، یه تبلیغی رو دیدم، جذاب بوده، مثلا تیزر یه فیلمی رو دیدم، کلیک کردم تو یوتیوب، رفتم و اونجا دیدم چقدر جالبه، لاگین کردم. لاگین یه کانورته، لزوما کانورت فروش نیست. لاگین کردم، بعدش اونقدر باید جذاب باشه، اینگیج بشم، یعنی تعامل برقرار بکنم. مثلا یکی از بهترین اپلیکیشن ها و سایت هایی که به نظر این قیف و خوب رفته، سایت سینما. کسی میشناستش؟ سی عدد نما. قشنگ اومد یه بازار فوق‌العاده‌ای رو نصیب خودش کرد. خب روزبه جیران رو گفت، جیران هم خوبه. خب پس این خیلی مهمه که اینگیج بشه. مثلا تو سینما من اینگیج میشدم. چجوری؟ مثلا سرچ میکردم، میگفتم که سریال هایی که زبان آلمانی رو بیار،
بعد میزدم محبوب ترین از دید مخاطبای سینما، بعد میزدم بر اساس IMDb، بعد میرفتم میدیدم پخش آنلاین داره، بعد میدیدم دانلودم داره، بعد میدیدم نظرات داره، چقدر جالب، و اینگیج میشدم و خرید میکردم. خب حالا خود اون مرحله رو ببینید، پایینش میگه که دوباره این قیفه برمیگرده بالا و تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کن یه بار این قیف رو با هم واسه سینما بریم، من وارد یه تبلیغی میبینم یا یه دوستی بهم میگه، وارد سینما میشم، خب ریچ اتفاق افتاد، یه اکتی انجام دادم، مثلا کلیک کردم یا رفتم دانلود کردم اومدم، بعد کانورت که شدم یعنی لاگین شدم و اینا، هنوز اشتراک نخریدم. بعد اینگیج شدم دیدم چه جالب و اینا، هنوز نخریدم. دوباره میام بالای قیف، مثلا حالا ممکنه تو هر مرحله ببینید فلش ها هی به مراحل مختلف میاد، مثلا میام میچرخم و اینا میبینم که اصلا وارد ریچ نشیم. دوباره یه روزی میام میبینم که چه جالب، مثلا تدلسو سیزن جدیدش اومده، آقا من میخوام ببینم، میخوام آنلاین ببینم، با این وضع اینترنت نمیخوام مثلا دانلود کنم مثلا. بعد اکتی که این دفعه انجام میدم اینه که وارد سینما میشم، کانورت هم این دفعه کانورت به فروشه، یعنی تبدیل میشه، و بعدش دوباره تو بعد اون اینگیج رو نگه داری. حالا اینگیج چجوریه؟ مثلا این سایت ها نمیان اشتراک تمام عمر بفروشن معمولا، چون میخوان این اینگیج بمونه و دوباره بیارن بالای قیف، دوباره بیارن و این چرخه ادامه داشته باشه. خب یه نمودار به شدت جذاب داریم شبیه تقلبه. خب میخوام تقلبه رو بهتون بدم دیگه. اسلاید دارم، یه گروهی توی لینکدین معرفی میکنم، میذارم اونجا، بعد دوره میتونید توی اون گروه جوین بشید و دانلودش کنید. این چرخه بچه‌ها هم به شدت آپدیته، هم بر اساس مدل ریسه، هم بهتون مثل یه رودمپ کمک میکنه. من یه کوچولو زوم کنم که بتونیم با هم شفافتر ببینیمش. ببین این مراحل اول رو فعلا بی خیال بشیم، تلویزیون، رادیو، پرینت، یعنی مثلا بروشور رو اینو بزنی، ایونت بری، اسپانسرشیپ بری، خودمونیم دیگه، منم پولشو ندارم برام خرج اینو بکنم. خب قیف ما، این نمودار ما از اینجا شروع میشه. چیه؟ سرچ PPC. جلوتر میگم یکی از کارهایی که ببینید این کارا رو، تقلبا رو گفته، میخوای ریچ کنی، میخوای برسی به مشتری، چیکار کن؟ بیا گوگل ادز برو، سرچ PPC برو، یا اگه اپلیکیشنی تو کافه بازار سرچ ادز برو. همزمان سئو کن. یکی از بچه‌ها پرسید که آقا واسه کسب و کارهای محلی هم مثال بزن. ببین سئو به شدت مهمه. ما سئو محلی داریم، یعنی کسی که مثلا توی بندرعباس یک کسب و کار داره میاد سئو محلی میکنه و گوگل آدمایی که نزدیک اون لوکیشنن رو به این امتیاز بیشتری واسه نمایش میده. مثلا دیگه نمیبره فرضاً مثلا سایت اسنپ رو نشونش بده، سایت مثلا تپسی رو نشونش بده، حالا اینا که اپم، ولی میاد میگه که کی تو اون منطقه نزدیک داره به تو به عنوان یه آژانس مثلا، میگه خب اینه دیگه، تو رو بالاتر نشون میده. پس سئو خیلی مهمه، گوگل ادز خیلی مهمه. کانتنت مارکتینگ رو گپ زدیم. اگر مثالم یادتون نمیاد گفتم میخواستم دیوار اتاقم رو رنگ کنم، رفتم دیدم که فکر کنم سایت آچاره بود، راه حلش رو داده بود، بعد تهش گفته بود که خب ما استاد کار زیادی اینجا هستن که شما میتونی بیای باش کار کنی و بهش پروژه رو بدی و واسه اتاقت رو رنگ کنن، حالا هر رنگی که میخواد. این میشه کانتنت مارکتینگ. پاپ آپ استوران که تو ایران زیاد باب نیستن و کاریشون نداریم، ولی اخیراً این بنفشه بچه آفلاین، اخیراً فکر کنم یه صنایع غذایی بود، نمیدونم طبیعت بود فکر کنم، توی پاساژ کوروش یه پاپ آپ استور رفت. پاپ آپ استور چیه؟ میای کارهای گوریلا مارکتینگ و اینا میکنی، یا یه سری استورای موقت ایجاد میکنی که جذابن واسه مخاطب و اینا میان مخاطب واسه جذب میشه. بین ریچ و اکته، یعنی اگر خوب هیجان انگیز اجراش بکنی همونجا میتونی
از اون یوزرهایی که اومدن حتی کانورژن هم یه اکتی هم بگیری. مثالش مثلا فکر میکنم شکلات میلکی بود که یه باکسایی بود تو شکلات ها بود، بعد این میخواست کمپینش این بود که بیاد همبستگی و اتحاد رو توسعه بده، یعنی بگه که ما همه پشت همیم. بعد در این یخچاله باز نمیشد مگر اینکه شما بالای 20 نفر پشت سر هم به همدیگه اینطوری همدیگه رو میگرفتید و یه صف طویل تشکیل میدادید، اینطوری در یخچاله باز میشد. این میشه همون پاپ آپ استوره. بعد که این 20 نفر تشکیل میشد اون در باز میشد، کلی شکلات توش بود و اون 20 نفر بالای 20 نفر خوشحال میشدن. این ایده است ولی پول میخواد. ما امروز اینجا نیستیم که آفلاین مارکتینگ درس بدیم و مثال جذابش رو بگیم و فرض من اینه که مثل منی که اون 3 تا کسب و کارم پول زیادی نداشت، شما تو این مرحله نیستید. ولی جذابیت این چیه؟ اینم هی برمیگرده، ببینید میری جلو برمیگردی، میری جلو برمیگردی. اما این قرمزا، این آبیا، این نارنجیا همه آنلاین توشون هست. دیگه چیه؟ میگه آقا سوشال مدیا مثل یه اکت میمونه. اینفلوئنسر یه اکت، گوگل شاپینگ یه اکتی که خب ما تو ایران نداریمش، افیلییت، کانورژن ریت اپتیمیزیشن رو گفتم که میاد تو سایت اسطورش تو ایران دیجیکالایی که خیلی خوب داره روش کار میکنه. ریمارکتینگ بهش اشاره میکنم. یه سری مثال زدم، مثلا تو میای میگی که مثال ما این کارو میکنیم و بذارید مثالشو بگم چون گفتی تجربه بگو. مثلا ما روی بانیمو می اومدیم به مثلا میدیدیم که طرف مثلا دامن خریده، خانم دامن خریده، خب بعد میگفتیم خب کسایی که دامن میپوشن چه جور دامنی خریدن؟ مثلا دامن مجلسی خریدن. می اومدیم توی ایونت های مختلف، مثلا ماهای غیر حرام مثل محرم و سفر که هیچ، ماهایی که شادی توشون زیاد بود، مراسم زیاد بود و اینها، یا اعیاد باستانی بود مثل عید و اینا، لباسهای رسمی زنانه رو مثلا تبلیغ میکردیم و بهش نشون میدادیم و شما میتونید دقیقا همونا رو بهش نشون بدید. خب یا مثلا آقایونی که شلوار جین میخریدن و میومدیم بهش یه پیرن جین هم بعدن نشون میدادیم و به شدت جواب میگرفتیم. این میشه در اصل ریمارکتینگ تور. حالا ریمارکتینگ مثلا بیشتر ما ریتارگتینگ بود مثالی که زدم، ولی باز میشه اینا رو تو ریمارکتینگ هم کرد، مثالش رو گفت. خب مرچندایزینگ که تبلیغات توی خود سایتتونه، یعنی جلوتر یه مثالش رو داریم بهتون نشون میدم. و مارکتینگ اتوماسیون که همین مثالی بود که گفتم، مثلا شما میری یه لباس میخری. اصلا خود وبینار رو بذارید مثال بزنم چون بعضیتون تو حوزه آموزشی. مثلا فرض کنید شما یه وبینار میزنی، یه عده میان مثلا آموزش زبان مثلا کره‌ای رو نگاه کن. خب اینا مشتریای بالقوه شما دیگه. شما میتونی اگه اون وبینار روی هاست خودته بیای مارکتینگ اتوماسیون بچینی، بگی اینایی که ثبت نام کردن اینو یا کلیک کردن رفتن ثبت نام کردن، مثلا 2 هفته دیگه این پکیج رایگان رو بهشون هدیه بده. 3 هفته دیگه اگر این هدیه رو اومد دانلود کرد، وارد اکانتش رو دانلود کرد، حالا بگو که اوکی این 3 تا درس پیشرفتاشو میتونی به این قیمت بخری. اگر باز نکرد بیا بهش اس بزنی بگی دوست عزیزم بابت چی از من ناراحتی، بیا فیدبک بده خودم رو درست کن. اینا همون چیزای جذابیه که توی مارکتینگ اتوماسیون میشه چی. مرحله بعد بچه‌ها کانورت همونطور که میبینید امنی چنل کمپینا تو فضای آنلاین و فضای گوشی و غیره میتونه باشه. همین وبینار ما، یعنی وبینار ما میگه آقا تبلیغ کن، کارهای قبلی رو هم بکن که داریم در موردش صحبت میکنیم مثل گوگل اد و سئو و کانتنت مارکتینگ و ولی کمپین هم طراحیش رو من گریزایی بهش میزنم. باز وبینارهای اختصاصی رایگان بهتون معرفی میکنم که کاملش هم اونجا ببینید. مسنجر باتان که تو ایران هنوز به واسطه فیلترینگ و کمرنگه
کلیک و کالکته که همینه که دیتای مشتریاتون رو جمع بکنید. کامیونیتیه بچه ها، کامیونیتی شیپ یا کامیونیتی مارکتینگ به شدت جذاب و جدید تو دنیا و دیجیکالا خیلی خوب ازش استفاده کرده. یعنی مثلا میاد تو همون نظرات و اینا شما انگار کامیونیتی تشکیل میدید دیگه. طرفدارای من مثلا رفته بودم سامسونگ رو نگاه میکردم گوشیاشو، مثلا میدیدم یه عده دارن خودشون رو مثلا میکشن تو کامنت، چقدر این خفنه فلان. این میشه کامیونیتی. یا تفاوت بین مثلا لپتاپ های مایکروسافت و اپل نگاه میکنی میبینی چقدر طرفدار داره. شما باید اون کامیونیتی ها رو بتونید شکل بدید. اینگیج هم که مرحله آخره که تو ایران خیلی هنوز کم رنگه، برنامه های شخصی سازی شده واسه وفاداری هست. مثلا یه برنامه گوگل داره که شما هنوز نمیدونم چقدر اجرایی بشه چون دوتا کمپانی بزرگن، ولی حرفاشو با هم زدن که فرض کنید شما از آمازون خیلی خرید میکنید، اینطوریه که اگر جزو مشتریای پریمیوم باشین اتفاقی که براتون میافته اینه که گوگل مثلا راید فری با ماشینای بدون رانندش بهتون میده. یعنی چی؟ یعنی شما چون مشتری های لولی هستی یه سری خدمات رو فری میگیری. مثلا قطر ایرلاین شما که اگه مشتری های لول باشی، مشتری رده بالا باشی، روزی که پرواز داری ماشین تاکسی اتوماتیک ساعتی که خودت خواستی میاد رایگان سوارت میکنه، محترمانه میبرت تا فرودگاه، تو مقصد هم یه ماشین میاد برات میداره و برمیگردونت جایی که میخواد، همش رایگان به واسطه اینکه خب خرید خوبی کردی. اینا رو تو ایران داریم؟ بله که داریم. شاید تعجب بکنید مثلا علی بابا چی کار میکنه؟ اگر تو علی بابا شما مشتری های لولی نباشید و زنگ بزنید گلوش شکایت کنید میرید تو صفحه انتظار. اما مشتری باشید که خب هر ماه 2 تا سفر میگیرید یا هر 2-3 ماه یه سفر خارج میگیرید، کلا پولسازی خوبی واسه علی بابا انجام میدید، به محض اینکه شما زنگ میزنید به پشتیبانی مشتریان بوق اول پاسختون رو میگیرید. یعنی برمیداره بهترین لول کاستومر کیرشون بهتون جواب میده که آقا چی شده. من این تجربه رو با تپسی هم داشتم، پس تو ایران هم داریم. حالا لول بعدیش چیه؟ چون از شهرهای مختلف هستید جذاب باشه شاید براتون، دارن رو پروژه های شرکت های بزرگ کار میکنن که اگه از تبریز زنگ زدی، از دیار در واقع خانواده اصل خانواده ما، مثلا از تبریز زنگ زده مثلا دیجیکالا کال سنتره که بهش جواب میده ترکی جواب بده. اینقدر به این میگن پرسونالایزد، یعنی شخصی سازی شده. از مشهد زنگ میزنه با لهجه مشهدی جواب بده، از یزد زنگ میزنه با لهجه یزدی جواب بده. و خب این خیلی تاثیر میذاره. مثلا فرض کنید شما، مثال میگم، وندور مثلا اسنپ فودی، بعد مثلا حاج آقا 30 ساله مثلا کباب پزی داره، بعد فارسی رو نمیتونه صحبت بکنه، بعد مثلا تیم فروش اسنپ فود هم آذریه رفته تو تبریز داره بهش میگه بیا اینجا فلان، میگه اوکی رو میگیره، بعد به یه مشکل میخوره حاج آقا، زنگ میزنه بهش فارسی جواب میدم، خب معلومه زده میشه. میدونی؟ به خاطر همین مهمه بچه‌ها و میگم این تو ایران هنوز داره کار میشه. فرست کلاس کاستومر سرویسه که تو این مثالام چند تاشو گفتم. سوشال کاستومر سرویسه که اینجا رو بدی کار نشده ولی جا داره، ولی اینگیج ایمیل پروگرامه که اینجا رو کار شده. میبینید اوج نمودار همون پرسونالایز لویال پروگرام و فرست کلاس کاستومر سرویسه و این چرخه باز برمیگرده. بچه این خیلی نمودار مهمیه. من یه بار دیگه هم جلوتر برمیگردم، بریم سوالا رو ببینیم با هم، دوباره برگردیم به دلینا. خب مریم جان الان اوکیه؟ من یکم زوماتش کردم، الان اوکیه؟ فاطمه میگه که منظور از ارزش آفرینی مشتری یعنی چی؟ یعنی مسئول و خدمت. سوالتون متوجه نشدم فاطمه، ولی اینطوری بگم یه واژه‌ای داریم، احتمالا منظور تیم بوده، یه واژه‌ای داریم به اسم لایف تایم ولیو.
خب یا کاستومر لایف تایم ولیو CLV یا LTV. خب این نشون میده که اون مشتری هر چند وقت یه بار از من خرید میکنه، چقدر زود به زود خرید میکنه، در اصل چند بار خرید میکنه در یک ماه، در یک سال، و چه میزان خرید میکنه. یعنی یه مدلی هست یادداشت بکنید، یادتون باشه تو این وبینار نیست، جای بحثش نیست، RFM Recency Frequency Monetary. این مدل دیگه هم داریم، این مرسوم ترینشه. این بر همین حالا سه تا پارامتر رو ساده در نظر بگیریم میشه فهمید که یه مشتری چقدر ارزش آفرینه. مثلا ممکنه من یک بار در ماه خرید بکنم 2 میلیون تومان هزینه کنم رو دیجیکالا، شما خرید بکنی 100 میلیون تومان هزینه بکنی، بعد بری کامنت بذاری با این قیمتی که داره خیلی ارزنده است و خب این نشون میده که شما مشتری ارزش آفرین تری هستی واسه اون بیزنس و نیازی که تمرکز کنه رو شما. خب سوال نداشتیم، بریم جلو. کیا خستن؟ خواهش میکنم فاطمه جون. آرش خسته نیست. خب محمد جمیلم به نظر خسته نیست. خب بریم ادامه بچه ها. هستیم؟ اسلاید ها رو داریم؟ خب بچه ها ما تقریبا نیم ساعت وقت داریم، خب و کلی اسلاید داریم. من سرعتمو میبرم بالا، یه بار خیالم باید بشه بگم. در انتها هم یه گروه میگم که هممون اونجاییم، از وبینار قبلی تصمیم گرفتم یه گروهی کلا ایجاد کنم، هر کی تو وبینار خوشحال بود، اوکی بود، راضی بود، نیاز به کمک داشت، اونجا جمع بشیم و یه کامیونیتی، همین کامیونیتی که دیدیم این اجتماع رو داشته باشیم. سریع میگم پرسش و پاسخ بعدیمون 5 دقیقه به 9 باشه. خب بچه ها یه اسلاید دیگه ای که خیلی تریکی و تقلبه این اسلایده. خیلی این تفکیک بندی رو بلد نیستن حقیقتش، یعنی من خیلی وقت حرف میزنم ممکنه حتی جا به جا بلد باشن، مهم نیست، ولی به طور کلی یه جا ندیدنش یا ازش استفاده نکردن. من دونه دونه سریع میرم، فقط یه توضیح اولش بدم. ببینید ما کلا 3 تا فضا داریم. پید مدیا فضاهاییه که پول میدیم که واسه تبلیغ و اینا بگیریم. اوند مدیا فضاهای خودمونه، سایتمونه، اپلیکیشنمونه، دیگه سوشال مدیامونه. ارد مدیا اوناییه که ما نه پولی دادیم که تبلیغ کنن و اینا، ولی خودشون خودجوش این کار کردن. مثلا اونقدر مثلا لباس فروشی خانم، در واقع لباس خانم ها که فروخته میشه، آنلاین شاپ هایی که هستن خیلی خوشبختن. چرا؟ چون که خانم ها مثلا اگر خوب کارشون رو انجام بدن، خانم هایی که خرید میکنن اتوماتیک میرن لباس رو مثلا میپوشن، عکس میذارن، منشن میکنن. این منشنه که رایگان داره اتفاق میفته ارند مدیا، یا یه رسانه در مورد سایت نقد مینویسه خوب یا بد، این میشه ارند مدیا. حالا تقسیم بندی انواعش رو ببینیم. ما سرچ مارکتینگ، کاری که تو گوگل و بینگ و غیر و غیر اتفاق میفته، حالا تو ایران و تو یا فعلا گوگله ولی باز آینده معلوم نیست. 3 تا تقسیم بندی داره: ارگانیک سرچ، اوند مدیای خودتونه، سئو، PPC و بکلینک. بیایم جلو، من دونه دونه سریع میگم. پیپر کلیک یا PPC که توی سرچ مارکتینگ اتفاق میفته، گوگل ادز. خب ببینید من که بلیط هواپیما سرچ میکنم، 4 تای اول اده. این ادا رو دیده بودین بچه ها؟ اینا تبلیغاته. میبینید چقدر جالب؟ خیلی ها اینو نمیدونن، مثلا پدر مادر ما کاری نداره که این اده یا نیست، میاد کلیک میکنه. خب الان میبینی علی بابا اول الیکش، فلالتیو و اسنپتیو. بعدی سئو. همین اگه شما بیاید خرید موبایل سامسونگ رو سرچ بکنید، خیلی جالب بود برای خودم، چون همیشه دیجیکالا اول بود، ولی این بار که اسلاید رو آپدیت میکردم دیدم که تکنولایف اوله. این سئو، اهمیت سئو که چقدر جواب میگیره و معمولا نرخ کلیک رتبه اول 2 برابر
در واقع لینک دومه و به همین نسبت میاد پایین و اونقدر کم میشه که یه طنز بامزه‌ای هست میگن که اگه یه جنازه دارید میتونید تو صفحه دوم گوگل دفنش کنید چون کسی سر نمیزنه. خب پس سئو اهمیتش اینه. بحث بعدی بکلینک هاست. کسی سایت زومیتو میشناسه از بچه ها؟ میشناسین زومیتو؟ خب علیرضا محمد جواد چقدر خوب، محلات دمتون گرم. تا حالا به این تبلیغات توجه کرده بودی؟ مثلا کولر گازی پورتابل گری 3x1 تبلیغ بوده. من یکم زوم کنم. یعنی یه نوع بکلینک اینطوریه، یه سریاش هم تکنیکال تره و تخصصی تره. شما پول میدید به رسانه ها در موردتون بنویسن بکلینک بدن، اصطلاحاً به شما بگن تو سایتشون به سایت شما بیان یه لینکی رو ارجاع بدن. فضای سوشال رو با هم دیدیم. فضای سوشال پیدش که میشه پید سوشال، مثالش رو با هم دیدیم، ارگانیک سوشال و ارند منشن که مثالش رو گفتم، آقای فرش رو مجدد گذاشتم که ببینیم. دیجیتال ادورتایزینگ چیه؟ پید مدیا میشه همین پروگراماتیک دیسپلی که همین اد نتورکه. شما مثلا میاید تبسل از این نوع تبلیغ دارید انجام میدید و یکی از بچه ها بود گفت آقا تبلیغ یاسان چی بود؟ اینجا عکسش هست. چی بوده؟ اینجا رو برزه 3 داره تبلیغ انجام میشه. من زیاد آینده‌ای که همیشه برای فرزند تصور میکنی آکادمی یاسان پلاس جلسه رایگان. مثلا این خودش یه نوع متنیه که بچه ها استفاده کردن و از عکس و متن اومدن استفاده کرد. آره سعید جان، پاورپوینت رو تو گروه لینکدینی که آدرسش رو در انتهای کورس میدم میتونید ببینید. اون مدیا نیتیو ادورتایزینگه که سایت ها و برند ها میان رو سایت خودشون تبلیغ میکنن. همین بنرهایی که میبینید الان چون تکنولایف لینک اول گوگل بود این بار من رفتم اسکرین شات از تکنولایف آوردم، میاد واسه تخفیف ایدان لپتاپش اینطوری تبلیغ میکنه تو سایت خودش. پس این میشه روی اوند مدیا. و بریم ما بقیش هم ببینیم. مثلا دیجیتال، اینو کلا بگم، دیجیتال پی آر همون محتواییه که یه سایت در موردتون می نویسه، یا گست بلاگینگ هست که مثلا شما یکی رو دعوت میکنین و رو رسانه خودتون در موردش می نویسین. اینفلوئنسر ها هستن، افیلیت مارکتینگ، کوبرندینگ، کومارکتینگ، اینا رو هم بخواید در انتها توضیح میدم. ولی مثلا این ایمیل خیلی رایجه. این هاوس یعنی ببینید تو اوند مدیا این هاوس یعنی به یوزرهای خودتون بیاد ایمیل بزنید. مثلا ما واسه همین وبینار اومدیم یه همچین ایمیلی رو به کاربرای خود تبسل فرستادیم، گفتیم آقا یه وبینار داریم پاشید بیاد. این میشه اوند مدیا این هاوس خودمون. ولی پید مدیا ممکنه مثلا میگم، حالا ما این کار نکردیم ولی رایجه، مثلا به این سمینار مثلا پول بدیم، بگیم که آقا بیا به دیتابیس خودت ایمیل بزن بگو که همچین وبیناری هست. و پارتنر ایمیل چیه؟ یه وقتی هست مثلا فرض کنید من دارم تبلیغات انجام میدم تو تبسل، بعد مکتب خونه میاد میگه که آقا من یه پلتفرم آموزشی ام، بیا تو مثلا سینا رضا نواز تدریس کنه بذاریم رو مکتب خونه، از اون بر من براش این بر خیالت راحت باشه ایمیل میزنم. چون دیگه پارتنر کاری هم دیگه شدیم، این میشه ایمیل هایی که اون میزنه رو من هم ارند کردم، تصاحب کردم. خب حالا بچه همه اینا رو گفتم، ولی اگه 12 سال بردگی رو دیده باشید ضیافت باشکوه تبلیغات میتونه گول زننده باشه. یعنی چی؟ بعد این صحنه یادتون باشه این آدم تو اوج حال خوبش و اینا وقتی با یه کار جدید آشنا میشه اون شب میگیرن و میبرنش و 12 سال برده میشه. جوری نشه که بعد این وبینار برید تبلیغ کنید و مثل ایشون 12 سال از کار بیکار بشید، خب بعد فوشم بدید.
پس باید حواستون باشه. برمیگردم دوباره به این چرخ تعامل. بچه‌ها قدم به قدم اینا رو خوب بچینید بسته به نوع کسب و کار. مثلا تو این نوع نمودار هم برای بی تو بی جواب میده، هم بی تو سی. علاقه‌مند بودین بی تو بیش رو هم مجزا براتون میفرستم توی گروهی که توی لینکدین خواهیم داشت. پس قرار نیست که بزرگ شروع کنیم. امروز مثلا الان بچه جو میگیرن، مثلا خود من دیگه، من میرفتم کورسای مختلف رو میدیدم، بعد اینطوری بودم که امشب میرم رو سئو، رو گوگل اد، رو سوشال میدیا مارکتینگ، کانتنت مارکتینگ، CRO، همه اینا رو کار میکنم و میتر کنم. نه اینطوری نیست. بعد زمان بدید. به خاطر اینه که برنامه‌ریزی جامع و پایدار 1 سال شد موضوع وبینارمون. مثلا ما یه وبینار بهتون معرفی میکنم آخر جلسه واسه 4 ماه آخر سال اختصاصی. اونجا من نمیام بگم که مثلا شما بیاید مثلا رو سئو کار کنید، سئو یه فرآیند زمان بری، ولی اینجا میگم آقا سرمایه گذاری کنید. اگه مثلا 9 ماه 8 ماه 6 ماه زمان بذارید، تو 6 ماه دوم سال که معمولا فروش سایت ها و کسب و کارها بالاتره به واسطه چیزی که ازشون میدونی، اونجا دیگه برداشت میکنی. ولی توی مثلا اینفلوئنسر مارکتینگ، توی تبلیغاتی که رو وبسایت ها دارین، خب میتونین بهره وری های لذت های آنی زودتری رو تجربه بکنید. خب هی خدا، تا الان اوکی؟ این همه بیدارین؟ اوکی. مهدا، مهتاب، آرش، محمد جواد، فاطمه، دمتون گرم، سعیده، عالی. خب سیران اگه اشتباه نکنم، مری، محمد جمیل، علی اکبر، دمتون گرم. خب حالا فرض کنید من میگم که آقا اوکی تو کسب و کار چیه؟ میگی من لباس میفروشم. میگم مخاطبای کسب و کار تو کیان؟ بچه الان باید سریع بتونید بگید الان مخاطبای کسب و کار شما کیان؟ اون مهماشو با توضیحاتی که تا الان دادم کیان؟ آرش داره تایپ میکنه یا دارید فکر میکنید؟ اوکی فکر کنید جلوتر بهم بگی. خب محمد جمیل میگه که مردم. نه ببین اشتباه شد دیگه. الان باید جواب دقیق تری بهم بدی. افراد علاقه‌مند به کوچینگ. کلیه سعیده. من مستر کوچ رو تو این زمینه فیل کردم. خب parents who had access to internet and have children in the range of 3 to 9 years old. Okay. Thanks آرش. سیران میگه که هم خانم ها هم آقایون. باز کلیه سنین 13 تا 35. فاطمه زیاده. بیشتر جوانان 15 تا 40. اوکی خوبه. خوشحالم که کلی گفتین چون الان قراره که یکم شوکه بشیم. پس بچه ها فرض کنین شما کسب و کار فروش لباس دارید. خب میگم مخاطبای شما کیان؟ شما برمیگردی میگی ببین من 25% دامن کوتاه دارم، 10% دامن بلند دارم، 50% تیشرت، 75% هم سویشرت. خب بعد مثل علی پروین جمع همه اینا بالای 100% میشه. خب بعد میگم اوکی مخاطبت کیه؟ نگفتی هنوز. فکر میکنی میگی خب دیگه همه خانوما. نشد. میدونی الان بعد چی کار بکنی؟ بیاید یه مثال بزنیم. خب فرض کنی این خانومی که داره لباس میپوشه 2 تا پرسونا داره فعلا تو این اسلاید. یکیش آیده، یکیش مریمه. خب یعنی چی؟ بچه‌ها من خودم پیشنهاد میکنم اسم بذارید رو پرسوناتون. یعنی وقتی میگی یک کسب و کار بامزه، یک کسب و کاری بود، بزرگم بود، برند بود، اسم یکی از پرسوناهاشون نازلی بود، یه همچین اسمی داشت. بعد
یه بار جالب شد، اصلا گفتم مثلا تو جلسه گفتش که مثلا واسه نازلی کمپین بریم. این نازلی کیه؟ چرا تو جلسه نیست؟ بعد پرسیدم و کنجکاو شدم، آقا این یکی از پرسونامونه، ببخشید بهت نگفتیم. گفتم چی شد و اینا. گفتم ببین ما یه سری از مشتریای مهممون که پول خوبی هم بابت محصولاتمون میدن خیلی نازک نارنجیه، اینا رو ما فهمیدیم باید چجوری مارکتینگ کنیم، اسمشون گذاشتیم مثلا نازلی. پس اسم خیلی مهمه. مثلا من اگر بگم یک کمپین واسه مثلا محمد حسین بریم، واسه مریم بریم، واسه فاطمه بریم، احتمالا باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. خب بیاید ویژگی‌هاشون رو ببینیم. مثلا آیدا چه شکلیه؟ وقتی میگیم واسه آیدا میخوام کمپین برم چه شکلیه؟ آیدا علاقه‌مندی به خرید آنلاینش بالاست و درآمدش هم بالاست، ریسک پذیریش بالاست، اهل مدم هست. خب من به آیدا باید چی بفروشم الان؟ معلومه، دامن کوتاه و سویشرت، چون این آدم اصلا اینطوریه، اصلا این سبک لباس میپوشه، اصلا ریسک پذیره، پر از شور و هیجان، درآمدش هم خوبه، خرید آنلاین هم انجام میده و اوکی. ولی واسه مریم بخوام کمپین برم فرق میکنه. من بخوام به مریم تبلیغ برم، ببین ریسک پذیریش پایینه، اهل مد آنچنان نیست، علاقه‌مندی به خرید آنلاینش هم پایینه و پس‌اندازش نسبتاً از میانگین بالاتر. خب من به مریم میام مثلا دامن بلند و مثلا تیشرت میفروشم و باز فرق میکنه. نمیام تمام سایت های بانوان رو پر دامن بلند و تیشرت بکنم، چون اصلا مریم اونجا نیست، اصلا ریسک پذیریش پایینه که آنلاین خرید کنه. مریم اومد تو مغازه، اینو بهش اول نشون میده. گرفتیم بچه‌ها؟ پس پرسونامو باید تعیین کنم. یه مثال دیگه بزنم از همین کسب و کار، خیلی جالبه بچه‌ها. این کسب و کاری که لباس بانوان، لباس زنانه میفروخت، دو تا پرسونای دیگه هم داره، مثلا آنایتا و سپر. آقا این مرده چی میگه وسط این قضیه؟ آقا یه سری از پرسوناهای من آقایونی هستن که واسه خانماشون خرید میکنم و از قضا تو کسب و کار من بولدم، نمیتونم ندید بگیرم. مثلا پدر بزرگ، به سن پدر بزرگ مثلا من نیستم، 70 سالش نیست که من بیام یه پرسونا کنم. سالی یه بار یه آقایی میاد واسه خانومش مثلا تو 70 سالگی یه لباس اونو نمیام با پرسونا کنم. بچه‌ها نرید به اندازه تک تک مشتریاتو پرسونا کنید، نه. سپر نماینده ای از آقایونیه که واسه خانوماشون خرید میکنم. پس من اگه بخوام واسه سپر کمپین برم تو ولنتاین، قبل ولنتاین چجوری میرم؟ که واسه خانومت یه لباس خوشگل بگی مثلا، خیلی ساده. حالا این دفعه اومدم پرسونا رو دو ویژگی مختلف دیگه دادم. مثلا آنایتا حاضره که پول نقد بده، تو بانک پولشو نگه نمیداره. از اون طرف سپر اهل اینه که راحت کارت بکشه، اصلا همین کارت بکشه حال میکنه. یعنی این هم یه ویژگی. این ویژگی ها رو شما جمع میکنی، بعد میگید اینا برای من مهمه، اینا تو کسب و کار من تاثیر داره. مثلا ممکن علاقه‌مندی به حیوانات خانگی واسه یه کسب و کاری مهم باشه. مثلا چه کسب و کاری؟ هم فروش غذاها و وسایل مثلا حیوانات خانگی، هم تو فروش لباس، هم تو فروش ماشینت تو. یعنی مثلا تو داری ماشین میفروشی، ممکنه این یکی از پارامترهایی باشه که توی پرسونات بخوای دسته‌بندی کنی بر این اساس. این پارامترها رو میای میچینی و اتفاقی که میافته اینه که دسته‌بندی میکنی و واسه اون دسته کمپین میری. اوکی؟ من اینو سریع میگم چون پرسونا رو دیگه فهمیدید. یه مثال خیلی کاملتر، ما با اسنپ تریپ یه همکاری داشتیم، 2 تا پرسونا رو طراحی کردیم و به این رسیدیم. ببینید اسنپ تریپ ها اشلش کوچیک نیست بچه، مثلا رتبه 1 هتل داخلی تو ایرانه، فروش هتل داخلی. و خب میبینید پرسونا چقدر میتونه بامزه باشه. البته این پیشنهاد ما بود و نمیگم دقیقا پرسوناشون چی بود و چی هست. خب اومدیم گفتیم که اوکی ما مثلا
یه دختری هست مثل الهام که دانشجوه تو دانشگاه تهرانه، بعد دوست داره که کلا به تکنولوژی اینا اهمیت میده و سفر واسش مثل یه مدیتیشن میمونه که انرژیشو میتونه بازیابی کنه. بیشتر برونگرای تحلیلی لویالتی یا غیر لویالتی وفاداریش سوسو، یعنی مهم نیست مثلا از علی بابا خرید کنه یا از اسنپ تیوی، و بیشتر اکتیوه، دوست داره فعالانه بره گزینه‌های مختلف رو پیدا بکنه. بیشتر تو کجا هاست؟ تو اپلیکیشن هاست، تو گوگل سرچ میکنه، سایت های بانوان رو میگرده و SMS هم براش مدیوم جذابی، دنبال آفر. چی بهش انگیزه میده؟ تخفیف، قیمت و تجربه. خب این تجربه یعنی مثلا اگر تو بیای، مثال کمپین جدید علی بابا چی بود؟ کلبه جنگل شومینه. رو تجربه چسبیده بود بچه ها، نه قیمت نه تخفیف، رو تجربه. کلبه جنگل شومینه. او چه جالب. پس کیا رو تارگت میکنم؟ کسی که این تجربه رو دوست دارن. این چقدر جذاب تبلیغات. تا حالا تبلیغات رو اینطوری دیده بودیم؟ من پیش هر کسی نشستم اول میگه خب تبلیغات که کلاهبرداری. اصلا اینطوری نیست، اگه خوب اجراش کنی و بشناسیش اصلا اینطوری نیست. خب یا مثلا اومدیم یه پرسونای دیگه چیدیم به اسم سیاوش که گفتیم اوکی سیاوش 33 سالشه، مشهد زندگی میکنه. او مشهدی داشتیم زیاد توی کورس، تو وبینار. بعد گفتیم که خب مثلا درونگراه، خلاق، لویالتیش بالاست، اکتیو، این به ایمیل حساسه، تو اپاس سایت ها رو میگرده و در آخر گوگل سرچه. چیزی که واسه سیاوش انگیزش رو در واقع برانگیخته میکنه چیه بچه؟ اینجا یعنی فرق داره، راحتی، سهولت و قیمته. یعنی مثلا من هفته پیش رفتم مسافرت و از اتاقک رزرو کردم. برای من مثلا این مهم بود راحت رزرو کنم، اون میشه کانوینینس. جایی که میرم راحت باشم بشه کامفورت یا کامفورت، که بتونم راحت باشم، دغدغه نداشته باشم. و در آخر قیمت. خب این میشه یه پرسونا. تو چیزی که به این نشون میدی، تبلیغی که به این نشون میدی، باید متفاوت با اون چیزی باشه که به الهام نشون میدی. خب حالا باز اینا رو گفتم، الان بچه ها میگن خب بپرم زنگ بزنم به تمام مشتری بگم پاشو بیا یه تجربه خفن براتی. نه، از این خبرها نیست. قبل از اینکه مشتری ها بیان رو سایتتون، رو اپتون، رو سوشالتون، مسیرشون رو باید پیش بینی بکنید. اون آقای خوشحال بود تو اسلاید اول که رد شده بود از جلوی یه دست فروشه. مسیری که طی میکنه بچه ها مسیر یه همچین چیزی. مثلا اول باید آگاهش کنید که من هستم. یعنی چی؟ یعنی تو سوشال باشید، توی آنلاین اد باشید، تو سرچ ها باشید، بهش ایمیل بزنید، دربارتون اونقدر خوب باشید که دربارتون مردم به هم بگن، تو رادیو تلویزیون و غیره و غیره بشنوه. حالا رادیو تلویزیون نه، تو پادکست نه، ویدیو مارکتینگ نه، تو اپ، تو گوگل و غیره و غیره. بعد که دیدتون بیاد شما رو ارزیابی بکنه، مثلا در مورد ریویو های خوبی باشه، محتوای بلاگتون رو بخونه، اینفوگرافی داشته باشید، ویدیو داشته باشید. ویدیو خیلی اعتماد سازه. مثلا ما یه سری شرکت ها بودن که با مجوزهای رسمی و اینا میتونستن مثلا برای تو خرید خونه به شما کمک بکنن. مثلا اینا از زمانی که ویدیو مارکتینگ رو شروع کردن خیلی خوب کارشون گرفت. حالا چون املاکی داریم اینجا، چون طرف میبینه تو یه آدمی هستی، نمیترسی بیای جلو دوربین، نمیترسی ماهیتت لو بره، اسم و رسم و چهره و همه چیزت شفاف و مشخصه، پس منم بهت اعتماد میکنم. بعدیش پرچیس خرید میکنه، میخره یا رزرو میکنه یا تو سایتتونه. بعد سرویسیه که میگیره، مثلا ایمیل های خوبی بهش پیشنهاد میدید یا کمکش میکنید یا کنارشی. بعدی دیگه لویالتیه، وفادارسازیه و در انتها هم طرفدار ادوکیسی یا طرفدارتون میشن که میان نظر مینویسن، به اشتراک میذارن، اینگیج میکنن، پیشنهاد میدن. من همیشه به بچه ها میگم این مسیر رو که میخواید چک بکنید،
دیجیکالا رو بیارید تو ذهنتون. مثلا دیجیکالا داره لویالتی رو چیکار میکنه، علی بابا چیکار میکنه، شرکت بزرگ چیکار میکنه. خب پس این اسلایده الان فوشم میدید این وقت شب، قندام افتاده بعد 2 ساعت میگه اوکی الان مثلا من این غذا رو میبینم حال میکنم دیگه، شما هم همینطور یا فوشم میدید؟ فکر کنم قنده افتاده دیگه، بچه ها نیستن. آها، مریم که میگه منم حال میکنم با این غذاه. اصلا غذاه همون غذاییه که مثلا تو خونه هم میخوریم دیگه. حالا مادر با همون تعارف نداره، میاد همینطوری غذا رو میذاره و میکشه، در حد خودش خوشگل میکنه. ولی خب این تجربه که این داره بهت میده، اصلا میگه که یه فوش به سینا بده، اینقدر خوشمزه است. پس مخاطب به ظاهر و تجربهش از محصول شما خیلی توجه میکنه. محصول شما باید دوست داشتنی باشه. خب معمولا مثلا بریم جلوی چند تا مثال ببینیم. مثلا من خودم لبرتا رو خیلی تحسین میکنم، تقریبا از اول مسیر بودم و دیدمش و خیلی برام جذابه. نمیدونم میشناسیدش یا نه. همین هفته پیش شعبه فیزیکیش رو هم توی شیراز تأسیس کرد. چی کار میکنه؟ چه تجربه متفاوتی ایجاد میکنه؟ تمام لباسایی که میاره رو خودش پروف میکنه و عکسشو میذاره تو سوشال، تو سایت، و مردم تو تن خود این بنده خدا که میبینن قشنگه، میخرن ازش. این میشه یه تجربه متفاوت، جایی که هیچ کس این کار نمیکنه تو ایران، به خصوص خانوما. این میاد این کار متفاوت رو انجام میده. پیشنهاد میکنم دنبال کن. یه بارم بگم بچه، تمام این برندهایی که مثال میزنم من پول نگرفتم. همیشه این شوخی رو میکنم که صرفا دارم میبینمش. حالا این 2 تا سایت هست، عکساش هم جدیده، گفتم آپدیت بکنم. یکی سایت پسته، یکی سایت بارجی. اگه میتونید همین الان سرچ کنید، ولی چون تایم نداریم من میخوام که فقط بهم بگید پسته عکس بالایی واسه عید نوروز حس خوبتر و بهتری داد یا بارجیل تو عکس پایینی؟ یه بالای پایین یا اسمش پسته یا بارجیل رو بهم بگید. بالا بارجیل یه دونه، پایین 3 تا بالا، 4 تا بالا، 5 تا بالا. خب 6 تا بالا، 2 تا پایین. خب 3 تا پایین. اوکی ببندیمش. 5 4 3 2 1. خب 6 تا بالا شد فکر کنم، یا 7 تا بالا، 3 تا پایین، 4 تا پایین. خب تقریبا نسبت در واقع 2 به 1 اینطوری بگیم که 66% بالایی، 33% پایینی. بچه ها این اثبات شده و یک اتفاق جالبیه که ناخودآگاه ما عکسای ریل و واقعی رو بیشتر دوست داریم. بالاییه احتمالاً مارکتینگش بیشتر تخصص داره تا پایینیه. پایینی بیشتر طراحی مصنوعی، یه میز کوچولو همون گوشه هست. خب ولی خب بودید اونایی که پایین رو انتخاب کردن بچه اوکیه ها، معمولا احتمال کانورت بیشتر. اینجا بحث از 2 برابر کانورت بیشتر. خب پس پسته عکس واقعی رو دیدیم. تو این کسب و کارم گفتم چی عکسا واقعی بود، خودش بود. میبینید کانورژن رو میبره بالا. یه تجربه بامزه از کومودا همیشه تو وبینارها میگم، چون به شدت باید هممون یاد بگیریم. کومودا چجوری رشد کرد؟ اومد هر کسی، هر خانومی که لباس میخرید همراهش یه نامه دستنویس هم باهاش ارسال میشد که داستان تولید یا آنچه که بر اون لباس گذشته بود رو هم توش نوشته بود. یعنی مثلا اومده بود گفته بود که خب مثلا میگم من دسته یه خانم دکتری بودم که صرفا 1 بار در هفته من رو مثلا میپوشید و به دلایل فلان، چه من برای اینکه دخترش هزینه‌اش فلان باشه لباسش رو داره میفروشه خب و این داستانه چون از دل واقعیت
بیرون اومده بود به شدت کومودارو محبوب کرد، رشد داد. فکر میکنم از شیراز متولد شد، بزرگ شد، بعد دیجیکالا خریدش. و حتما اگر داستانش رو نشنیدین، پادکست های مختلفی سنا خالصی مهمانش بوده که داستانش رو گفت. پس یه تیری که دیگه متمایز باشید. خب من الان بگم چپی یا راستی نمیخوام بحث نژادی و اینو بشه، ولی شما به کدوم بیشتر اعتماد میکنید؟ خب اولین بار که میبینید، خب معمولا بچه ها میگن خب اونی که خوشبوشتر و فلان، ناخودآگاه. محصول هم همینه، سایت هم همینه، اپ هم همینه، رفتار هم همینه. پس ما باید متمایز باشیم. گاهی تو قشنگ و خوشگل و بامزه و جذابیت، گاهی تو راحتی کار کردن. مثلا من مثال گفتم، من تو اتاقک نمیخوام گل و بلبل خوشگل عکسای فلان بهمان بذاره برام. من دوستم راحت رزرومو انجام بدم، اون چیزایی که میخوام و دم دستی ببینم. پس خیلی مهمه بچه ها، به عنوان آخرین پارامتر، شما مزیت های رقابتی شما چی؟ فرض کنید شما یه تور لیدرین، ازتون پرسیدم میگی که قیمت تورام پایینه، تخصص و تجربه دارم، تجربه متفاوتی از سفر رو ایجاد میکنم، در تمام روزهای سال تور داریم، به تمام نقاط ایران تور داریم و در این حال علاوه بر کسب و کارم خودم هم جذاب، سخنور و خوشبوشم. خب واقعا این میتونه یه مزیت رقابتی باشه. مثلا محمد رضا شعبان علی خودش یک کاراکتره، یک برنده. یا مثلا حالا مثالهای مختلفی که هست، اساتیدی که باشون همیشه افتخار داشتم پای درسشون باشم، مثلا اینا خودشون یک وزنه. خب پس این میتونه حتی مزیت رقابتی شما خودتون باشید. البته به خودشیفتگی نرسه، حواستون. پس آقا من اگه بخوام بگم که تو شهرهای مختلف الان میخوام کمپین برم و کار مختلفی بکنم، به طور ساده باید چی کار بکنم؟ فهمیدیم مخاطبای هدفمون رو مشخص کنیم، پرسونامون رو اسم بذاریم، کانال های تبلیغاتیمون رو بسته به اون ریس که نمودارش رو دیدیم بچینیم، مسیر و تجربه مشتریانمون رو طراحی کنیم و تا جای ممکن خاص و متمایز طراحی بکنیم، داده ها رو جمع‌آوری و آنالیز کنیم بتونه بهمون کمک بکنه و مجدد همین مسیر رو بریم و برگردیم. من برای اینکه شما میدونم خیلیاتون ابتدای مسیرید، وبینارهای پیشنهادی رو لینک کردم و براتون گذاشتم. حتما بسته به نیازتون وارد این وبینارها بشید. مثلا طراحی کمپین های تبلیغاتی آنلاین رو 3 جلسه، فکر میکنم هر کدوم 2 ساعته وبینار داشتم. وبینار 2 هفته پیش هم در مورد اینکه بهترین نتیجه رو بگیریم بود، شبیه همین وبینار یکم متمایزتره. و حتی یه وبینار جدا واسه پرسونای مخاطب. اینا رو گذاشتم که راحت بتونید دسترسی داشته باشید. چیزی که ازتون میخوام همونطور که تدلسو میگه که آقا باور داشته باش که میتونی متفاوت باشی، میتونی رشد کنی، میتونی پایدار رشد کنی، میتونی فروش تو افزایش بدی و این باوره در کنار یادگیری بهت کمک بسزایی میکنه. در مجموع بخوام یادآوری کنم، ما فهمیدیم به طور کل توی 1 سال چه اتفاقی میفته، چطور میتونیم پایدارتر باشیم، تبلیغات دیجیتال چه انواعی داره، چه تقسیم بندیایی داره و امیدوارم تونسته باشم به قولم وفا کرده باشم. اگر هم نه، نگران نباشید، یه گروهی توی لینکدین هست، اگر سرچ کنید جامعه تبلیغات دیجیتال ایران با این لوگو بهتون نمایش داده میشه، اونجا ریکوست بدید عضو شید. من اسلایدها رو اونجا میذارم، بعدا میتونید خارج شید. اگر نه، اونجا هستیم که تجربیات تبلیغات رو به هم دیگه انتقال بدیم و بتونیم هی بهتر بشیم. اسلاید اون عکس بی تو بی ریس رو هم میذارم که بتونید بهره مند بشید. حالا نوبت شما سوالاتتون رو بپرسید و من در خدمتتونم. خب علی گفته که سیاه پوسته چون سیاه ها کلا قابل اعتماد ترن. قرار شد کلی نگیم دیگه علی.
خب زهره میگه که در مورد نحوه بررسی عملکرد مشتری 2080 میشه توضیح بدید. آره ببین، اگه منظورت تو زهره درست فهمیده باشم، بچه وبینارمون تا 9 و 5 دقیقه است. اگه کسی برنامه ریزی داره نگران نباشه. 80% درآمد ما معمولا از 20% مشتری هست. حالا اگه اونو بشکنیم، یعنی 20% مشتریامون رو بذاریم بگیم خب این 20% مشتریام 80% درآمد منو ایجاد میکنن. حالا خود اینو بشکنیم به 20%، میشه 80% این 20% این 20% دارن 80% درآمد این همین 20% رو ایجاد میکنن. یکم پیچیده شد. خب یعنی میشه 4% مشتریا 64% درآمد رو ایجاد میکنن و همون 4% رو دوباره به 2080 بشکنی 1% مشتری شما 51% درآمد شما رو ایجاد میکنن. برای همین مهمه که رو کجا تمرکز بذارید و تبلیغ بکنید. خب سعید دمت گرم، شما مالی بودی. نرجس ممنونم. فاطمه میپرسه که تفاوت شما تبصر با یکتانت در چه مواردیه؟ دوتامون هم از نتورکیم. خب میدونی تبصر رهبر مارکت تبلیغات اپلیکیشنه. توی فضای وب هم سهم تقریبا 60% تبصر و 40% یکتانته و از لحاظ پروداکتی و تفاوت مخاطبینمونه. مثلا ما معمولا با بیگ برندها و برندهای خیلی بزرگ کار میکنیم، ولی برندهای کوچیک رو هم کمک میکنیم که رشد کنن. مثل یاسان که مثالش رو دیدید خیلی کوچیک بود، اما دو طرفه که تعامل برقرار کردیم رشد خیلی خوبی داشت و ما امیدوارم بتونیم میزبان خوبی باشیم برای همه مخاطبامون. لینک وبینارها رو تو اسلاید، یکی از اسلایدها هایپر لینکه، وقتی پی دی افش رو دانلود کنید روش کلیک کنید براتون میاره. مخلصم آرش جان. لینک ها اینجا نمیتونین کلیک کنید آرش، باید تو اون گروه پی دی اف رو دانلود کنید. وبینار رو بچه اینجا نمیشه کلیک کرد. روش تبلیغات و فروش داور. محمد جمعی نفهمیدم سوال تو. زهر سوال تو لینکدین بپرس دقیق‌تر، من بتونم اونجا تو گروه جواب بدم. الان متوجه نمیشم. سیرا میگه که من کارم مشاور مدیریت هست. منم همینطور خوشبختم. کلایت جدیدم تو زمینه ارز دیجیتال و NFT، کلینیک زیبایی و پلتفرم آموزشی فعالیت میکنم. خب الان سوالم اینه که برای ورکشاپ رفت بقیه سیر. اگه شاید نمیدونم میشه یا نه، ولی میبرم بالاتر که کلیک بکنید روی هم. راست میگی میشه. مهلا دم شما گرم. زهره ممنونم. مریم میگه مرسی. آره ویدیو ضبط میشه روی سمینار میبینید، روی یوتیوب هم تدوین شدهش جلوتر قرار داده میشه که تو عید بتونید استفاده کنید. در مجموع دمتون گرم. من این پس پی دی اف رو میذارم توی گروه لینکدین، اینجا میتونید کلیک کنید واردش بشید. اگر نه اسمش رو سرچ کنید. خیلی ازتون انرژی گرفتم، تقریبا 50 نفر بودیم. خیلی وبینار جذابی برای من بود. با هم در ارتباطیم. لینکدین فضای ارتباطیمون باشه. هر جا هستین خبر خوش از رشد کسب و کاراتون بدید و بهتر کنید. من تو لینکدین هستم، تو گروه پاسخگوی سوالاتتون هستم. میبینمتون. شبتون بخیر.